انسان تاقی، آلبر کامو. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. هنرمند با اصلاحی که بر واقعیت تحمیل می کند، میزان رد خویش را نسبت به آن اعلام می دارد. اما آنچه از واقعیت را که در جهان آفریده خویش حفظ می کند، میزان رضایت او را دست کم نسبت به بخشی از واقعیت، یعنی آن بخشی که او آن را از سایه دگرگونی به روشنایی آفرینش می آورد، آشکار می سازد. در تحلیل نهایی، انکار اگر تام و تمام باشد، واقعیت به کلی غایب می شود و نتیجه اثری یکسر شکلی خواهد بود. اگر هنرمند به دلایلی که معمولاً ربطی به هنر ندارد بخواهد واقعیت خام را بستاید، نتیجه واقع گرایی خواهد بود. در حالت نخست، انگیزه بدوی آفریننده‌ای که طغیان و رضایت، تصدیق و نفی در آن متحدند، به نفع افکار تحریف می شود. پس واقعیت گریزی به نمایش در می آید که روزگار ما نمونه‌های بسیاری از آن به دست داده و سرچشمه‌های نیست انگاره آن به خوبی آشکار است. در حالت دوم، هنرمند مدعی است که با بیرون راندن همه چشم‌اندازهای ممتاز از جهان به آن وحدت می‌بخشد. او به این معنی به نیاز خویش به وحدت اعتراف می‌کند، هرچند شکل پیش پا افتاده وحدت. اما در ضمن نخستین لازمه آفرینش هنری را نیز انکار می‌کند. او برای نفی آزادی نسبی ذهن آفریننده تمامیت بی‌واسطه جهان را تصدیق می‌کند. در هر دوی این آثار نفی عمل آفرینش نفی می‌گردد. در اصل تنها یک وجه از واقعیت رد می‌شود و در عین اینکه وجه دیگری تصدیق می‌گردید. اثر هنری چه به نقطه انکار تمامی واقعیت برسد و چه جز واقعیت چیزی را تصدیق نکند، هر بار خود را در انکار محض یا تصدیق محض انکار می‌کند. روشن است که این تحلیل در محدوده زیبایی شناسی با تحلیل ما در محدوده تاریخی انطباق می‌یابد. اما درست همان گونه که هیچ نیست انگاری وجود ندارد که به فرض یک ارزش برسد و هیچ ماتریالیسمی وجود ندارد که در خود بنیادانه بودنش به تناقض با خویش دچار نگردد، هنر شکلی و هنر واقع گرا هر دو مفاهیم بی‌معنایی هستند. هیچ هنری نمیتواند واقعیت را به طور کامل انکار کند. بیگمان گورگون آفریده یک سره خیالی است، اما صورت و مارهایی که بر سر دارد بخشی از طبیعتند. شکل گرایی میتواند هرچه بیشتر خود را از محتوای واقعی خالی کند، اما این هم حدی دارد. حتی هندسه محض که نقاشی تجریدی گاه از آن سر در میآورد، رنگ و تبعیت از قواعد پرسپکتیو را از جهان خارج اخذ می‌کند. یگانه شکل گرایی راستین سکوت است و در سوی دیگر واقع گرایی نمی‌تواند از یک حداقل تفسیری و خودسری صرف نظر کند. حتی واقعی‌ترین عکس‌ها نیز به واقعیت وفادار نیستند. آنها ثمره انتخاب و تحمیل محدودیت بر چیزی هستند که خود آن چیز آنها را فاقد است. هنرمند واقع گرا و هنرمند شکل گرا هر دو در جایی وحدت را جستجو می کنند که وجود ندارد. یکی در خامترین حالت واقعیت و دیگری در آفرینش تخیلی که می خواهد تمامی واقعیت را به فراموشی بسپارد. برعکس، وحدت در هنر مرز آن دگرگونی که هنرمند بر واقعیت تحمیل می کند پدیدار می شود. هنر نمی تواند از هیچ یک به کلی صرف نظر کند. همین اصلاحی که هنرمند با زبان خویش و با باز توزیع عناصر برگرفته از واقعیت اعمال می کند سبک نام دارد.
و وحدت و حدود جهان بازآفریده در هنر را به آن می‌دهد. در آثار تمامی طاغیان این تلاش سبک برای تحمیل قوانین خود بر جهان وجود دارد، ولی تنها در آثار بعضی مواقع به هدف خود می‌رسد. شلی گفته است شاعران قانونگذاران بینام و نشان جهانند. هنر تخیلی به دلیل سرچشمه‌های خویش نمی‌تواند از توضیح این وظیفه خودداری کند. این هنر نمی‌تواند به طور کامل به واقعیت رضایت دهد و نمی‌تواند به طور کامل از آن روی برگرداند. تخیل ناب وجود ندارد و حتی اگر در اثری تصوری وجود می‌داشت که مطلقاً تجسم ناپذیر بود، هیچ گونه معنای هنری نمی‌داشت، زیرا نخستین لازمه ذهن در جستجوی وحدت این است که انتقال پذیر باشد. از جهت دیگری وحدت تعقل محض وحدتی دروغین است، زیرا مبتنی بر واقعیت نیست. داستان‌های عشقی احساساتی، داستان‌های ترسناک و رمان‌های آموزنده به همان نسبتی که این قانون را نادیده می‌گیرند از هنر منحرف می‌شوند. از سوی دیگر آفرینش راستین ادبی از واقعیت با تمام گرما و خون، شوق و فریادهایش بهره می‌گیرد و تنها چیزی بر آن می‌افزاید که واقعیت را تغییر سیما می‌دهد. به همین ترتیب آنچه که معمولاً رمان واقع‌گرا خوانده می‌شود، تلاش در جهت بازسازی واقعیت در وجوه بلاواسطه آن است. بازسازی عناصر واقعیت بدون هیچ گونه گزینش، اگر اساساً چنین چیزی قابل تصور باشد، چیزی نیست جز تقلید سترون جهان آفرینش. واقع‌گرایی تنها می‌تواند با ابزار بیان نبوغ مسیحی باشد. هنر اسپانیایی به شکل شایسته‌ای تحسینی این محتوا را نشان می‌دهد. یا ابزار بیان مقلدان. در واقع هنر هرگز واقع‌گرا نیست، هرچند که گاه دچار این وسوسه شده باشد. توصیف به راستی واقع‌گرا توصیفی بی پایان خواهد بود، در جایی که استاندال با یک عبارت ورود لوسیون لوول را به یک اتاق توصیف می‌کند، هنرمند واقع‌گرا باید منطقاً چند مجلد کتاب را با توصیف شخصیت‌ها و غذاها پر کند و در این صورت هم موفق به بازگفتن تمامی جزئیات نخواهد شد. واقع گرایی یعنی شمارش تا بی نهایت. واقع گرایی بدین سان نشان می دهد که هدف راستین آن نرسیدن به وحدت بلکه فتح تمامیت جهان واقعی است. از همینجا در میابیم که چرا واقع گرایی زیبایی شناسی رسمی یک انقلاب توتالیتر است. اما تحقق ناپذیری این زیبایی شناسی اکنون آشکار گردیده است. رمان‌های واقع گرا موضوعهای خود را به رغم خود از واقعیت برمی‌گزینند، زیرا انتخاب و فتح واقعیت یگانه شرایط تفکر و بیان هنری محیط آنان است. نوشتن یعنی برگزیدن. بدینسان واقعیت یک وجه خودسرانه دارد، همانگونه که تخیل چنین وجهی دارد و همین امر از رمان واقع‌گرا رمان تلویحاً متناقض می‌سازد. تبدیل وحدت دنیای داستان به تمامیت واقعیت تنها به یاری قضاوتی پیشین که شکل واقعیت و هر چیز دیگری را که با آموزش در تضاد افتد رد می‌کند. بنابراین واقع‌گرایی سوسیالیستی دقیقاً از سوی منطق نیست انگاری آن محکوم است، نه اینکه ویژگی‌های رمان آموزنده و ادبیات تبلیغاتی را در خود جمع کند. چه رویداد آفریننده را به بردگی کشد و چه آفریننده مدعی نفی رویداد شود، در هر دو صورت آفرینندگی تا حد اشکال بی اعتبار هنر نیست انگارانه خار داشته خواهد شد. آفرینندگی هم مانند تمدن است. آفرینش تنش بیوقفه میان شکل و ماده، میان تحول و ذهن و میان تاریخ و ارزش‌ها را فرض می‌گیرد. اگر تعادل برهم خورد، نتیجه دیکتاتوری یا هرج و مرج، تبلیغات یا جنون رسمی خواهد بود. در هر یک از این موارد آفرینندگی که همواره با آزادی معقول ارتباط دارد ناممکن می‌شود.
هنر نوین چه تسلیم بیخیشی تجرید و تیراندیشی رسمی شود و چه به تازیانه خامترین و ساده‌ترین واقع‌گرایی‌ها متوسل گردد، در شبه تمامیت خود هنر جباران و بردگان است، هنر آفرینندگان نیست، اثری که در آن محتوا بر شکل غلبه یابد یا شکل محتوا را در خود غرقه سازد، تنها گویا وحدتی است که نه قانع می شود و نه قانع می کند. در این محدوده هم مانند جاهای دیگری هر وحدتی که وحدت سبک نباشد همانا مثل کردن است. نقطه نظر برگزیده هر هنرمندی هرچه می‌خواهد باشد یک اصل میان همه آفرینندگان مشترک است، سبک دادن به واقعیت که شرط وجودی آن است. وجود همزمان واقعیت و ذهنی است که شکل خود را به واقعیت بدهد. آفریننده از طریق سبک جهان را باز می‌سازد و این بازسازی همواره با تحریفی همراه است که نشان هنر و اعتراض است. سبک چه بزرگنمایی میکروسکوپی باشد که پروست بر تجربه انسانی اعمال می‌کند و چه یک دستی بی‌معنایی باشد که رمان آمریکایی برای شخصیت‌های خویش قائل می‌شود، واقعیت به هر حال به نحوی تصنعی است. نیروی آفرینندگی و باروری طغیان در همین تحریف نهفته است که سبک و لحن اثر هنری را تعیین می‌کند. هنر خواهشی ناممکن است که شکل و تبیین یافته است. آنگاه که رنج‌آورترین اعتراض قطعی‌ترین شکل بیان خود را می‌یابد، طغیان آرزوهای راستین خود را برآورده می‌سازد و از این وفاداری به خویشتن نیروی آفریننده می‌یابد، هرچند که تعصب‌های رایج جهت دیگری دارد. بزرگترین سبک در هنر بیان پرشورترین طغیان هاست. درست همان گونه که کلاسیسم همان رمانتیسم بی‌تنش است. نبوغ طغیانی است که خود حدود خویش را آفریده است. به همین دلیل برخلاف آنچه که امروز به ما می‌آموزند، در انکار و یأس مطلق هیچ نبوغی وجود ندارد. معنای این سخن در ضمن این هم هست که سبک بزرگ تنها یک برتری یا شکلی نیست. سبک آنگاه برتری شکلی است که به خاطر خود سبک و به زیان واقعیت جستجو شده باشد. اما آنگاه دیگر این سبک بزرگ نیست. این دیگر ابداع نمی کند، بلکه تقلید می کند. مانند همه آثار دانشگاهی، در حالی که آفرینش راستین به شیوه خود انقلابی است. اگر سبک سازی زیاده از حد پیش رود، از آنجا که مداخله انسان و تمایل به آن اصلاحی را که هنرمند به بازساخته خود از واقعیت دارد در خود خلاصه می کند، آنگاه پذیرفتنی است که چنان نادیدنی باشد که آن خواهشی که هنر را به جهان می آورد در شدیدترین تنش خود تبیین گردد. سبک بزرگ، سبکسازی نادیدنی یا دقیق‌تر سبکسازی متجسم است. فلوبر میگوید هرگز نباید از اغراق در هنر واهمه داشته باشیم، اما به این سخن می‌افزاید که اغراق باید متداوم و متناسب با خود باشد. آنگاه که سبکسازی آمیخته به اغراق و مشهود باشد، اثر هنری دیگر چیزی نیست جز حسرت ناب. آن وحدتی که چنین اثری در پی فتح آن است، هیچ ربطی به وحدت راستین ندارد. از سوی دیگر، آنگاه که واقعیت به مدرک دستکاری شده یا سبکسازی بی‌معنایی تبدیل شود، امر ملموس بدون وحدت عرضه گردیده است. هنر و سبک بزرگ و چه راستین طغیان در میانه این دو حد کفرآمیز جای دارد. AvageBook.com در هنر، طغیان در آفرینش راستین به کمال میرسد و جاوید می شود، نه در نقد یا تفسیر. انقلاب نیز به نوبه خود تنها می تواند خود را در یک تمدن اثبات کند، نه در ترور و جباریت. آن دو پرسشی که روزگار ما در برابر جامعه بر سر دوراهی ما قرار می دهد، آیا آفرینش ممکن است؟ آیا انقلاب ممکن است؟ در واقع یک پرسش بیش نیست و آن مسئله نوزایی تمدن است. انقلاب و هنر سده 20 شعبه‌های یک نیست انگاری‌اند و گرفتار یک تناقض. هر دوی اینها آنچه را تصدیق می‌کنند منکرند، حتی در کردار خویش، و هر دو می‌کوشند راه حل ناممکن را در ترور بیابند.
انقلاب معاصر خیال می‌کند که در کار گشودن دنیای نوین است، در حالی که در واقع نقطه اوج پرتناقض دنیای کهن است. جامعه سرمایه‌داری و جامعه انقلابی هر دو یک چیزند، زیرا خود را تسلیم ابزاری یکسان، تولید صنعتی و وعده یکسان می‌کنند. اما یکی وعده خود را پشتوانه اصولی شکلی که غیر قابل تجسم و از سوی روش‌هایی که به کار می‌گیرد مورد انکار است می‌سازد و دیگری رسالت خویش را به پشتوانه یگان واقعیتی که قبول دارد یا مسله کردن آن به نهایت می‌رسد توجیه می‌کند. جامعه مبتنی بر تولید تنها مولد است، نه آفریننده. هنر معاصر نیز از آنجا که نیست انگار است، میان شکل‌گرایی و واقع‌گرایی سرگردان مانده است. به علاوه واقع‌گرایی همان قهر در سخت بودن خویش بورژوایی است که در هیئت آموزندگی خود سوسیالیستی. شکل‌گرایی چون صورت تجریدهای بی‌معنا و بیهوده را بگیرد، همان اندازه متعلق به جامعه گذشته است که چون به تبلیغات بدل شود، به جامعه‌ای که مدعی جامعه آن آینده بودن است، زیان ویران شده از انکار خردستیزانه در هذیان‌های کلامی گم می‌شود و چون تحت حکومت ایدئولوژی موجبیت درآید، در کمال فرمان خلاصه خواه شد. هنر در میانه این دو حد جای دارد. اگر ساقی جنون نابودی و پذیرش تمامیت را همزمان انکار کند، هنرمند باید از اشتیاق شکل و زیبایی شناسی توتالیتر واقعیت همزمان بگریزد. جهان امروز در واقع یکی است، اما یگانگی آن یگانگی نیست انگاری است. تمدن تنها در صورتی ممکن خواهد شد که جهان با رد نیست انگاری اصول شکلی و نیست انگاری بدون اصول راه رسیدن به برابر نهادی خلاقانه را بازیابد. به همین ترتیب در هنر زمان تعبیرهای بی‌پایان و گزارش نویسی رو به پایان است و این مژده ظهور هنرمندان آفریننده است. اما هنر و جامعه، آفرینش و انقلاب برای آماده شدن در برابر این رویداد باید سرچشمه‌های طغیان را بار دیگر کشف کنند که در محدوده آن انکار و پذیرش در امر یگانه و امر جهانی و فرد و تاریخ همدیگر را در شرایط حادترین تنش‌ها متعادل می‌سازند. طغیان به نفسه یکی از عناصر تمدن نیست، اما شرط پیشین همه تمدن هاست. فقط طغیان در این راه بنبستی که ما در آن به سر میبریم به ما اجازه امیدواری به آن آینده‌ای که نیچه خوابش را میدید میدهد. آفریننده به جای قاضی و ستمگر. این دستورالعمل بی تردید به ما اجازه توهم ابلهانه تمدنی زیر نظارت هنرمندان را نمی‌دهد. این امر فاجعه روزگار ما را نشان می‌دهد که در آن کار به کلی به بردگی تولید رفته است، دیگر آفریننده نیست. جامعه صنعتی تنها بازگرداندن اعتبار آفرینندگی به کارگر راه را بر تمدنی نوین خواهد گشود، یعنی در صورتی که جامعه صنعتی بتواند کارگر را به این وادارد که ذوق و شعور خود را همان اندازه که صرف محصول کارش می‌کند صرف کارش هم بکند. آن تمدنی که ظهورش ناگزیر است نخواهد توانست کارگر را از آفریننده چه در هیئت طبقاتی و چه در وجود فرد جدا سازد. همان گونه که آفرینش هنرمندانه نمیتواند شکل و بنیان، تاریخ و ذهن را از هم جدا کند. به این ترتیب هنر به هر کس آن شرفی را میبخشد که طغیان اظهارش میکند. اگر قرار باشد شکسپیر اتحادیه کفشدوزان را رهبری کند، این امر هم غیر عادلانه خواهد بود و هم توهمی. اما اگر اتحادیه کفشدوزان شکسپیر را نادیده انگارد، این نادیده انگاشتن برای آن اتحادیه به همان اندازه مصیبت‌بار خواهد بود. شکسپیر بدون کفشدوز بهانه‌ای برای جباریت خواهد بود و کفشدوز بدون شکسپیر اگر در نشر جباریت شرکت نکند در آن حذف خواهد شد.
هر آفرینشی به صرف وجود خویش دنیای بردهدار و برده را نفی می کند. این جامعه هولناک جباران و بردگان که ما هنوز در آن زنده مانده ایم، مرگ و دگرگونی خود را تنها در پهنه آفرینش خواهد یافت. اما صرف ضرورت آفرینش به معنای ممکن بودن آن نیست. یک دوره آفریننده در هنر با نظم آن سبک ویژه‌ای که بر بی‌نظمی زمانه ویژه‌ای اعمال گردد تعیین می شود. این سبک به اشتیاقها و شورهای معاصر خود شکل و آیین می بخشد. بدین ترتیب دیگر برای هنرمند آفریننده کفایت نمی کند که مثلا کلام مادام دولافایت را در دورانی که شاهزادگان ترشرو دیگر حال و حوصله عشق را ندارند تکرار کند. امروز که شور و اشتیاق‌های جمعی، شور و اشتیاق‌های فردی را به اسارت گرفتند، خلسه عشق همواره می‌تواند با هنر تحت نظارت درآید. اما مسئله ناگزیر تحت نظارت آوردن اشتیاق‌های جمعی و مبارزه تاریخی است. چشمانداز هنر به رغم غصه خوردن‌های دزدان ادبی از زبانشناسی و به وضعیت انسانی گسترش یافته است. آنگاه که اشتیاق‌های زمانه سرنوشت تمامی جهان را به بازی می‌گیرد، هنر می‌خواهد که تمامی سرنوشت را تحت استیلا درآورد. اما در عین حال هنر اثبات وحدت را رو در روی تمامیت قرار می‌دهد. به زبان ساده آفرینش به مخاطره می‌افتد، نخست از جانب خویش و سپس از جانب تمامیت روح. آفریدن امروز آفریدن پرمخاطره است. در واقع باید در میان شور و اشتیاق‌های جمعی زیست و آن را تجربه کرد. هرچند به گونه‌ای نسبی، هنرمند همزمان با تجربه این اشتیاق‌ها از سوی آنها بلعیده می‌شود. نتیجه این است که دوران ما دوران گزارش نویسی است، نه اثر هنری. اعمال این اشتیاق‌ها سرانجام احتمال مرگ را نسبت به زمانه عشق و آرزو بیشتر می‌کند. زیرا یگانه راه زیستن در اشتیاق‌های جمعی این است که آدمی مایل به مردن به خاطر آنها یا به دست آنها باشد. مناسب‌ترین موقعیت برای وضوح امروز بزرگترین شکست برای هنر است. در صورتی که آفرینش به هنگام جنگ‌ها و انقلاب‌ها ناممکن باشد، پس ما هنرمند آفریننده نخواهیم داشت، زیرا جنگ و انقلاب قسمت ماست. اسطوره تولید نامحدود جنگ را از پی خود می‌آورد، همان گونه که ابرها خبر از طوفان می‌دهند. جنگ‌ها ریشه هر چیز را می‌کنند و نوابغ را می‌کشند. نظام بورژوایی هنوز از ویرانه‌ها برنخاسته که شاهد هجوم نظام انقلابی بر خود خواهد شد. نبوغ حتی فرصت تولد دوباره را نخواهد داشت. جنگی که ما را تهدید می‌کند شاید همه آنانی را که می‌توانند نابغه باشند از میان ببرد. اگر با این همه هنری کلاسیک و آفریننده ممکن شود، هرچند که ممکن است نام یک تن را با خود داشته باشد، نباید از یاد ببریم که این هنر از یک نسل کامل از آدمیان خواهد بود. احتمال شکست در این سده نابودی تنها میتواند با خطر کردن اعداد جبران شود. به کلام دیگر، با این احتمال که از میان 10 هنرمند دست کم یکی جان به در برد و سخنان ناتمام برادران هنرمند خود را تمام کند و موفق شود در دوران زندگی خود فرصت، اشتیاق و وقت آفرینش را پیدا کند. هنرمند چه بخواهد و چه نخواهد دیگر نمیتواند تنها باشد، جز در پیروزی جنون‌آمیز که مدیون همه همکاران خویش است. هنر طاغیانه همچنین با آشکار ساختن ما هستیم و به همراه آن راهی به سوی تحقیری سوزان پایان می‌گیرد. در این میان انقلاب پیروزمند در انحراف‌های نیست‌انگاری خویش آنانی را که در برابرش مدعی حفظ وجود وحدت در دل تمامیت باشند تهدید می‌کند. یکی از ویژگی‌های تاریخ امروز و حتی تاریخ فردا مبارزه میان هنرمندان و فاتحان نوین، میان شاهدان انقلاب آفریننده و بنیانگذاران انقلاب نیست‌انگاران است. در مورد نتیجه این مبارزه تنها میتوان حدس‌های امیدوارانه زد. دست کم این را می‌دانیم که این مبارزه از این پس باید تا پایان تلخ خود ادامه یابد. فاتحان نوین میتوانند بکشند، اما به نظر نمی‌آید توانایی آفریدن هم داشته باشند.
هنرمندان می‌دانند چگونه بیافرینند، اما به راستی نمی‌توانند بکشند. هنرمند آدمکش بسیار نادر است. بنابراین در دراز مدت هنر در جوامع انقلابی غرب باید بمیرد. اما تا آن زمان انقلاب نیز به پایان خود رسیده است. هر بار که انقلاب هنرمند بالقوه‌ای را در یک هیئت یک انسان می‌کشد، خود را اندکی به خفگی نزدیکتر می‌کند. اما سرانجام فاتحان در قالب‌ریزی جهان بر اساس قوانین خود موفق می‌شوند. این ثابت نمی‌کند که کمیت به سلطانی رسیده، بلکه ثابت می‌کند که جهان دوزخی بیش نیست. در این دوزخ جای هنر همان جای طغیان مرده، یعنی اسیدی کور و تهی در جهنم نومیدی خواهد بود. ارنست دوینگر در خاطرات سیبری خود از ستوانی آلمانی یاد می‌کند که سالها در اردوگاهی که سرما و گرسنگی در آن تحمل ناپذیر بوده است زندانی بود و برای خود پیانوی بی صدایی با کلیدهای چوبی ساخته بود. او در فلاکت‌بارترین شرایط و در احاطه دائمی انسان‌های خشن موسیقی غریبی ساخت که تنها برای خود او قابل شنیدن بود و برای ما که به دوزخ افکنده شده ایم نغمه‌های اسرارآمیز و تصاویر رنجاور یک زیبایی مرده در دل جنایت و جنون طنین آن شورش موزونی را به ما می‌رساند که از خلال سده‌ها به عظمت انسانیت گواهی می‌دهند. اما دوزخ تنها مدتی میتواند دوام آورد و روزی دوباره زندگی آغاز خواهد شد. شاید تاریخ پایانی داشته باشد، اما وظیفه ما پایان دادن به آن نیست، بلکه آفریدن آن با همان تصویری است که میدانیم حقیقت دارد. هنر دست کم به ما می‌آموزد که انسان را با تاریخ تنها نمیتوان توضیح داد و انسان در نظم طبیعت نیز دلیلی بر ورود خویش می‌یابد. به نظر او خدای بزرگ پان نمرده است. پاورقی پان PAN اساطیر یونان خدای باروری است که به صورت مردی زشت چهره و شاد با شاخ و ریش و دم و پاهای بز به تصویر کشیده می شود. ادامه مشخص‌ترین عمل طاغیانه او ضمن اینکه ارزش و شرف مشترک همه آدمیان را اثبات می‌کند، سرسختانه و بدان گونه که آتش خود را به وحدت برطرف کند، مدعی بخشی جدایی ناپذیر از واقعیت که نامش زیبایی است می‌شود. می‌توان تمامی تاریخ را رد کرد، ولی جهان دریا و ستارگان را پذیرفت. طاغیانی که می‌خواهند طبیعت و زیبایی را نادیده گیرند، محکومند به اینکه هر آنچه را که می‌خواهند با آن شرف وجود و کار را بسازند، از تاریخ بیرون رانند. هر مصلح بزرگی می‌کوشد آن چیزی را در تاریخ بیافریند که شکسپیر، سروانت، مولیر و تولستوی می‌دانند چگونه بیافرینند. دنیایی که همواره آماده برآوردن میل بی پایانی که هر انسانی در دل خود به آزادی و شرف می‌پرورد هست، زیبایی بی تردید انقلاب نمی‌آورد. اما روزی خواهد رسید که انقلاب‌ها نیازمند زیبایی شوند. روند زیبایی که مقاومت در برابر امر واقعی ضمن اعمال وحدت بر آن است، همان روند طغیان است. آیا ممکن است تا ابد بیدادگری را رد کرد و در عین حال طبیعت انسانی و زیبایی جهان را نشناخت؟ پاسخ ما این است: آری، این پند اخلاقی که هم تسلیم ناپذیر و هم ماندنی است، به هر حال یگانه پندی است که راه انقلابی به راستی واقع گرا را روشن خواهد ساخت. ما برای پشتیبانی از زیبایی راه آن روز نورزایی را هموار می‌کنیم که در آن تمدن جای نخست را بسیار بیش از اصول شکلی و ارزش‌های بی‌اعتبار تاریخ به این فضیلت جاندار بدهد که شرف مشترک انسان و جهانی که او در آن به سر میبرد در آن نهفته است. ما اکنون باید این فضیلت را رو در روی دنیایی که آن را می آزارد تعریف کنیم. اما به دور از این سرچشمه زندگی، اروپا و انقلاب از تشنجی عظیم تا مغز استخوان به لرزه آمدند. در سده گذشته انسان بندهای کلیسا را به دور افکند. اما چون
بندهایی گرانتر آفرید به آزادی نرسید. تقوا می‌میرد، اما بار دیگری به جهان می‌آید و این بار سختگیرتر از همیشه است. تقوا موعظه گوشخراشی در وجوب احسان نسبت به همه آمدگان و شکل ویژه عشق از چنان فاصله‌ای سر می‌دهد که از انسان انگاری معاصر مضحکه‌ای می‌سازد. این تقوا در این مرحله از پختگی تنها می‌تواند ویرانی به بار آورد. روزی میرسد که کینه به دل میگیرد، بیدرنگ روش‌های پلیسی به کار میبندد و برای رستگاری انسانیت صورت مزخرف دستگاه تفتیش عقاید را به خود میگیرد. سپس ما در اوج مصیبت‌نامه معاصر با جنایاتی خودمانی میشویم. سرچشمه زندگی و آفرینش خشک به نظر می آید. ترس اروپای آکنده از اشباح و ماشین را فلج می کند. در فاصله دو قربانی سوختنی، سکوهای اعدام در دخمه‌های زیرزمینی برپا می شود و جلادان انسان انگار در سکوت آیین نوین خویش را برگزار می کنند. کدام فریادی می تواند آنان را آشفته سازد؟ پاورقی در فاصله دو قربانی سوختنی اشاره به دو جنگ جهانی است. ادامه. خود شاعران در برابر قتل برادران خود مغرورانه اعلام می کنند که دستشان نیالوده است. تمامی جهان با حواس پرتی به این جنایت ها پشت می کند. قربانیان به نهایت بی‌اعتباری می رسند. آنان سرخر دنیا هستند. در زمان باستان خون آدمکشی دست کم دهشتی دینی می آفریند و بدینسان ارزش زندگی را تأیید می کرد. اما محکومیت این عصری که ما در آن به سر میبریم در این است که ما را وادار میکند فکر کنیم به اندازه کافی تشنه خون نیست. خون دیگر دیده نمی شود و به اندازه کافی صورت فریسیان روزگار ما را نمی آلاید. این نهایت نیست انگاری است. آدمکشی کور و به انگیزه های عاطفی شکل واهی را در برهوت پیدا می کند و جانی سفیه در قیاس با جلادان بسیار هوشمند روزگار چهره‌ای به راستی آرامش بخش می یابد. ذهنیت اروپایی که مدتی دراز فکر می‌کرد با حمایت همه انسانیت خواهد توانست علیه خدا بجنگد، اکنون دریافته است که اگر نخواهد بمیرد باید با انسان نیز بجنگد. طاغیانی که علیه مرگ با هم متحد شده بودند و می‌خواستند بر بنیاد نوع انسان جاودانگی پیروزمندی را بنا کنند، از دیدن چشم‌انداز این که خود نیز ناچار به کشتنند به وحشت می‌افتند. اگر عقب نشینی کنند باید مرگ را بپذیرند و اگر پیشتر روند باید آدمکشی را بپذیرند. طغیان بریده از ریشه های خویش بشرستیزانه به مترسک خود مبدل شده است. در تمام زمینه‌ها میان فداکاری و آدمکشی در نوسان است. عدالت به آن شکلی که از آن دفاع میشد و امید بود که منصف باشد فوری و صحرایی از آب درآمد. قلمرو لطف فتح شده، اما قلمرو عدالت نیز در حال فروریزی است. اروپا دارد از این دورنگی جان می‌دهد. طغیان مدعی بیگناهی انسان بود و اکنون دل خویش را نسبت به مجرمیت خویش سخت کرده است. طغیان اگر نومیدانه ترین احساسهای تنهایی را به عنوان سهم خود بازگیرد دیگر در پی تمامیت نمی رود. طغیان میخواست با انسانیت به وصال رسد و اکنون دیگر هیچ امیدی ندارد جز تک تک گرد آوردن انسانهای تنهایی که راه خود را به سوی وحدت می جویند. پس آیا ما باید هر گونه طغیان را انکار کنیم و جامعه‌ای را که دیگر فایده خود را از دست داده به رغم همه بیدادگری‌هایش بپذیریم یا بشرستیزانه برخلاف منافع انسان به پیشرفت برگشت ناپذیر تاریخ خدمت کنیم؟ از همه چیز گذشته اگر منطق تأمل ما را به سازشی بزدلانه بکشاند، این سازش را باید آنگونه بپذیریم که گاه خانواده‌هایی به ناچار بی‌آبرویی ناگزیر را می‌پذیرند. اگر این پذیرش همچنین همه گونه‌های سوء قصد علیه انسان و حتی نابودی برنامه ریزی شده او را توجیه کند، رضایت دادن به این خودکشی ضروری است.
امید به عدالت سرانجام هدف خود را خواهد یافت. محو دنیای مرکب از کاسبان و پلیسان. اما آیا ما هنوز در دنیای طاغیانه به سر میبریم؟ آیا طغیان بهانه شکل نوین جباریت نشده است؟ آیا آن ما هستیم که در جنبش طغیان خانه دارد و میتواند بدون شرم و پرده پوشی با آدم کشی به توافق رسد؟ طغیان با فرض محدودیتی که در آن شرف مشترک همه آدمیان آغاز می شود، ارزشی بنیادی را تعریف می کرد. طغیان گونه‌ای همدستی متقابل میان انسانها، بافتی مشترک، یکسانی بندها، ارتباط میان هر موجود انسانی با موجود انسانی دیگر را که انسان را متشابه و متحد می‌سازد، در صدر اصول راهنمایی خویش قرار می‌دهد. به این ترتیب طغیان ذهن را بدان وامی داشت که نخستین گام را در انکار دنیایی بیهوده بردارد و با این کار مسئله‌ای را که باید اکنون در ارتباط با آدمکشی حل کند حدت بیشتری بخشیده است. در واقع آدمکشی در محدوده بیهودگی سبب تناقض‌های منطقی می شود و در محدوده طغیان دوپارگی ذهنی. زیرا اکنون مسئله این است که آیا کشتن کسی که سرانجام همگونی‌اش را با خود دریافته ایم و این همانی‌اش را تایید کرده ایم ممکن است یا نه؟ آنگاه که تازه بر جدایی غلبه کرده ایم، آیا باید آن را به گونه‌ای قطعی با تجویز کرداری که همه چیز را بیگانه می‌سازد برقرار کنیم؟ تحمیل تنهایی بر انسانی که به تازگی دریافته که تنها نیست، جنایت علیه انسان نیست؟ از جهت منطقی میتوان پاسخ داد که آدمکشی و طغیان با هم متضادند. در واقع اگر حتی یک بردهدار باید کشته شود، طاغی به تعبیری دیگر نمیتواند اصطلاح جامعه انسانی را که توجیه خویش را از آن گرفته به کار برد. در صورتی که این جهان هیچ معنای برتری ندارد، در صورتی که انسان تنها در برابر انسان مسئول است، پس کافی است انسان یک موجود انسانی را از جامعه زندگانی حذف کند تا خود را از آن حذف کند. قابیل چون هابیل را می‌کشد به بیابان می‌گریزد و در صورتی که گروهی همین قتل را مرتکب شده باشند، این گروه در بیابان و در گونه دیگری تنهایی به سر خواهند برد و گله بیشکل انسانی خواهد شد. طاغی با فرود آوردن ضربه خویش جهان را دوپاره می‌کند. او به نام این همانی انسان با انسان طغیان کرده است و این همانی را در تقدیس تفاوت‌های خونی قربانی می‌کند. یگانه وجود او در هنگامه رنج و ستم این همانی بوده است. جنبشی که برای اثبات این وجود صورت می‌گیرد بدینسان به این وجود پایان می‌دهد. او می‌تواند مدعی شود که بعضی یا همه با او همراهند، اما اگر حتی یک موجود انسانی از دنیای برادری غایب شود، این دنیا بیدرنگ خالی از تکنه خواهد شد. اگر ما نیستیم، پس من نیستم و همین اندوه بی پایان کالیایوف و سکوت سنجوست را توضیح می‌دهد. طاغیان که آهنگ آن کردند که با خشونت و قتل به هدفهای خویش برسند، برای حفظ امید موجودیت خویش بیهوده ما خواهیم بود را به جای ما هستیم نهادند. آن زمان که قاتل و قربانی هر دو ناپدید شدند، جامعه توجیه خویش را بدون وجود آنان به دست خواهد آورد. با پایان عمر استثناء قاعده بار دیگر حاکم می‌گردد. آدمکشی چه در سطح تاریخ و چه در سطح زندگی فردی یا استثنایی است مأیوسانه یا هیچ. اختلالی که آدمکشی در نظم اشیا و امور سبب می‌گردد، هیچ امیدی به آینده پدید نمی‌آورد. امری است استثنایی و بنابراین نمی‌تواند سودمند باشد و نه آنگونه که روش تاریخی محض عنوان می‌کند نظامدار. مرزی است که ممکن است به آن رسید، اما پس از آن باید جان داد. طاغی برای آشتی دادن خود با قاتل اگر به خود اجازه آن را داده باشد، تنها یک راه دارد: پذیرش مرگ خویش و فدا شدن. او می‌کوشد و می‌میرد تا آشکار شود که آدمکشی ناممکن است. در واقع او نشان می‌دهد که ما هستیم را بر ما خواهیم بود ترجیح می‌دهد. شادی کالیایوف در زندان و آرامش سنجوست در لحظه‌ای که به سوی سکوی اعدام می‌رود بدین گونه توضیح می‌گردد. در فراسوی این دورترین مرز تناقض و نیست انگاری آغاز می‌گردد. AbogeBook.com انسانکشی
نیست انگارانه. در واقع جنایت خردستیز و جنایت تعقلی هر دو به یک اندازه به ارزشی که طغیان مطرح ساخته خیانت می‌کنند. ابتدا دومی را بررسی می‌کنیم. آن کس که همه چیز را انکار می‌کند و اختیار کشتن را مسلم می‌گیرد، ساد، خودنمای آدمکش، یکه، کارامازوف، حامیان جانی بیرحم به چیزی کمتر از آزادی مطلق و گسترش نامحدود غرور انسانی قانع نیستند. نیست انگاری آفریننده و آفریده را با همین خشم کور در هم می‌کشد. نیست انگاری با سرکوبی هر گونه اصل امیدوار کننده فکر هر گونه مرز را نفی می کند و در خشم کور که دیگر حتی دلیلی هم ندارد به این نتیجه می رسد که کشتن در حالتی که قربانی به هر حال از پیش محکوم به مرگ است هیچ اهمیتی ندارد. اما دلایل آن یعنی شناسایی دو جانبه تقدیری مشترک و ارتباط آدمیان با یکدیگر همواره معتبر است. طغیان این دلایل را اعلام می کند و خود را موظف به خدمت به همه آنها می داند. به همین ترتیب طغیان برخلاف نیست انگاری قاعده عملی را تعریف می کند که نیاز به این که به انتظار پایان تاریخ بماند یا اعمال خود را توضیح دهد ندارد و با این همه شکلی هم نیست. برخلاف اخلاق ژاکوبن‌ها طغیان هوادار همه چیزهایی است که از قواعد و قوانین می گریزند. طغیان راه را بر اخلاقی گشوده است که نه تنها از اصول مجرد پیروی نمی کند بلکه اصول خود را در گرماگرم مبارزه و تحول بیوقفه نبرد می یابد. هیچ چیز دلالت نمی کند بر اینکه این اصول از ازل وجود داشتند و هیچ چیز نوید نمی دهد که روزی در وجود آیند، اما آنها وجود دارند همزمان با ما. آنها به همراه ما بردگی، دروغ و ترور را در سراسر تاریخ نفی می کنند. در واقع هیچ امر مشترکی میان یک برده و یک برده دار وجود ندارد. سخن گفتن و ایجاد رابطه با کسی که در دایره بردگی جای گرفته، چه برده و چه برده دار امکان ندارد. بردگی به جای آن گفتگوی صریح و بی‌مانعی که ما از خلال آن به شناخت همگونی‌هایمان می‌رسیم و تقدیر خود را رسمیت می‌دهیم، دهشتناکترین سکوت‌ها را به بار می‌آورد. اگر بیدادگری در نظر طاغی بد است، به این دلیل نیست که با مثال جاوید عدالت در تضاد است، بلکه به این دلیل است که به آن سکوت خصمانه‌ای که ستمگر و ستمدیده را از هم جدا می‌سازد تداوم می‌بخشد. بیدادگری آن بخش کوچک وجود را که می‌تواند بر روی همین زمین و از راه تفاهم متقابل آدمیان شناخت از میان می‌برد. به همین ترتیب دروغ بد است، زیرا انسانی که دروغ میگوید خود را از دیگر انسانها جدا می‌کند. قتل و خشونت بد است، زیرا سکوت محض را تحمیل می‌کند. تفاهم متقابل و ارتباطی که از سوی طغیان کشف گردیده تنها در گفتگوی آزادانه میتواند دوام آورد. هر گونه ابهام، هر گونه سوء تفاهم به مرگ می‌انجامد. زبان روشن و کلام ساده یگانه راه نجات از این مرگ است. اوج تمامی مصیبت‌نامه‌ها در ناشنوایی قهرمانان آنان نهفته است. حق با افلاطون است، نه موسی و نیچه. گفتگو در سطحی انسانی بهای کمتری میبرد تا انجیلی که از سوی رژیم‌های توتالیتر در هیئت تک‌گویی آمرانه از فراز قله کوهی تنها بر انسان فروخوانده می‌شود. در زندگی واقعی هم به مانند صحنه تئاتر تک‌گویی مقدمه مرگ است. هر طاغی به نیروی جنبشی که او را در برابر ستمگر قرار می‌دهد از زندگی دفاع می‌کند. او می‌خواهد علیه بردگی، دروغ و ترور مبارزه کند. او در رخششی ناگهانی اثبات می‌کند که این سه بلا علت سقوط میان آدمیان است. آنان را نسبت به هم بیگانه می‌کند و کشف خویش در یگانه ارزشی که میتواند آدمیان را از نیست انگاری مسون دارد باز می‌دارد. همدستی ابدی میان انسان‌های درگیر با تقدیر خویش. گفتیم در رخششی ناگهانی، اما باید در اینجا بگوییم که افراطی ترین شکل آزادی، یعنی آزادی کشتن، با انگیزه‌های طغیان هماهنگی ندارد. طغیان به هیچ روی طالب آزادی تام و تمام نیست. برعکس، طغیان آزادی تام و تمام را به محاکمه می‌کشد. هدف این حمله دقیقاً آن قدرت نامحدودی است که به بالا دست اختیار تجاوز از مرز ممنوع را می‌دهد.
تاقی نه تنها استقلال همگانی را طلب نمی‌کند، بلکه می‌خواهد این امر شناخته شود که آزادی در هر جایی که موجودی انسانی یافت شود مرزهایی دارد و این مرز دقیقاً همان توانایی آن موجود انسانی به طغیان کردن است. ژرف‌ترین دلیل سازش ناپذیری طاغیانه را باید در همین جا جست. طغیان هرچه از طلب مرزی توجیه پذیر آگاهتر باشد و همان نسبت انعطاف ناپذیرتر خواهد شد. بیگمان طاغی حدود مشخصی از آزادی را برای خود می‌خواهد، اما به هیچ روی در صورتی که از انسجام فکری برخوردار باشد خواهان حق نابودی وجود و آزادی دیگران نیست. او کسی را خوار نمی‌دارد. آزادی که او مدعیان است برای همه است. آزادی که او ممنوعش می‌داند برای همه ممنوع است. او تنها برده مخالف با بردهدار نیست، بلکه انسانی است مخالف دنیای بردگی و بردهداری. پس در تاریخ به برکت طغیان چیزی بیش از رابطه بردگی و بردهداری وجود دارد. قدرت نامحدود یگانه قانون نیست. به پشتوانه ارزش دیگری است که طاغی عدم امکان آزادی تام و تمام را اظهار می‌کند و در همان حال آن آزادی محدودی را که برای شناختن این عدم امکان ضروری است برای خود می‌خواهد. پس هر گونه آزادی انسانی در ذات خویش نسبی است. آزادی مطلق یعنی آزادی کشتن یگانه آزادی است که مدعی چیزهایی که آن را محدود می‌کند یا از میان می‌برند از جمله خود این آزادی نیست. بدینسان خود را از ذات خویش جدا می‌کند و در هیئت سایه‌ای مجرد و خبیث بی هدف به هر سو می‌رود تا آنگاه که در توهم خویش گوهر خود را در آیینی بیابد. پس می‌توان گفت که طغیان چون از ویرانگری سر در می‌آورد غیر منطقی است. طغیان چون مدعی وحدت ضعف انسانی شود نیروی زندگی است نه نیروی مرگ. ژرف‌ترین منطق آن منطق ویرانگری نیست، بلکه منطق آفرینندگی است. طغیان اگر بخواهد معتبر باشد هرگز نباید هیچ یک از شرایط تناقضی را که آن را دوام می‌بخشد به دور افکند. طغیان باید به آن آری که در محتوای خود دارد وفادار ماند، همانقدر که به آن نه که تعبیر نیست انگارانه را از آن برمیگیرند. منطق طغیان این است که بخواهد آنگونه به عدالت خدمت کند که به بیدادگری وضعیت انسانی چیزی نیفزاید، چنان بر زبان روشن تاکید ورزد که به دروغ جهانگیر چیزی نیفزاید و بر سر نیکبختی به رغم فلاکت انسانی شرط بندی کند. شور نیست انگارانه با افزودن بر دروغ و بیداد در خشم خویش ادعاهای کهن را نابود می‌کند و در نتیجه طغیان را از معتبرترین دلایل خود محروم می‌سازد. نیست انگاری با عقیده اختصاصی خود که این دنیا موقوفه مرگ است دست به کشتن می‌زند. برعکس نتیجه طغیان خودداری از تجویز آدمکشی است، زیرا طغیان در اصل اعتراضی است به مرگ. ما اگر انسان توانایی این را می‌داشت که مطلقاً به ابتکار خویش وحدت را به جهان آورد، اگر می‌توانست با فرمان خویش حکومت صمیمیت، عصمت و عدالت را برقرار سازد، خود خدا می‌بود. و اگر همه این امور تحقق می‌یافتند، دیگر دلیلی برای طغیان وجود نمی‌داشت. اگر طغیان وجود دارد به این دلیل است که دروغ، بیداد و خشونت بخشی از وضعیت طاغی هستند. بنابراین او نمی‌تواند بدون انکار طغیان خویش و پذیرش برگشت ناپذیر شر و جنایت به طور مطلق مدعی شود که نمی‌کشد و دروغ نمی‌گوید. اما او همچنین نمی‌تواند با کشتن و دروغ موافقت کند، زیرا استدلال وارانه‌ای که قتل و خشونت را توجیه می‌کند دلایل شورش او را نیز از میان خواهد برد. پس طاغی هرگز نمیتواند به آرامش دست یابد، زیرا میداند که خیر کدام است و به زعم خویش بدی میکند. آن ارزشی که پشتوانه کردار طاغی تواند شد هرگز به طور قطع به او داده نمیشود. او باید برای حفظ آن مدام مبارزه کند و اگر طغیان پشتوانه او نباشد آن وجودی که به چنگ میآورد از میان خواهد رفت. پس در صورتی که همواره قادر به نکشتن چه مستقیم چه غیر مستقیم نیستیم، دست کم میتواند عقیده و عاطفه خویش را در راه کمتر کردن احتمال جنایت در اطراف خود به کار گیرد. یگانه فضیلت او در این خواهد بود که به انگیزه هایی که او را در سایه‌ای که احاطه‌اش کردند فرو میبرند تسلیم نشود و سرسختانه بندهای شر را که بر دست و پای دارد به سوی اموال نیکی بکشاند. اگر سرانجام ناچار از کشتن شود،
خود مرگ را پذیرا خواهد شد. او که به ریشه‌های خویش وفادار است، با فدا کردن خود نشان می‌دهد که آزادی راستین او آزادی از کشتن نیست، بلکه آزادی از مرگ خویش است. او در ضمن به معنای متافیزیکی اعتبار به دست خواهد آورد. بدینسان کالیایوف بر سکوی اعدام می‌رود و مرز دقیقی را که اعتبار انسان در آن آغاز می‌شود و پایان می‌یابد آشکارا به هم نوعان خویش نشان می‌دهد. AvoyaBook.com طغیان همچنین خود را در تاریخ استقرار می‌دهد و نه تنها گزینش‌های قهرمان پرداز که گرایش‌های کارآمد طلب می‌کند. آدمکشی تعقلی دل به دریا می‌زند تا از سوی تاریخ توجیه شود. پس تضاد طغیان در برنهادی ظاهراً غیرقابل حل بازتاب می‌یابد که دو پایه آن در سیاست همانا تضاد خشونت و عدم خشونت از یک سو و تضاد میان عدالت و آزادی از سوی دیگر خواهد بود. این دو پایه را در چارچوب متناقض آن با هم بررسی می‌کنیم. آن ارزشی اثبات کننده‌ای که در نخستین حرکت طغیان وجود دارد، خشونتی را که بر بنیاد یک اصل صورت می‌گیرد رد می‌کند. در نتیجه در دم امکان تثبیت یک انقلاب می‌رسد. طغیان مدام در معرض این تناقض قرار دارد. این تناقض در زمینه تاریخ حتی لاینحل‌تر می‌شود. اگر من فکر احترام به هویت انسانی را کنار بگذارم، به سود ستم کنار می‌روم، طغیان را انکار می‌کنم و به رضایت نیست انگارانه باز می‌گردم. پس نیست انگاری محافظه کار می‌شود. اگر من بر این تأکید ورزم که هویت انسانی همچون امری موجود باید شناخته شود، درگیر کرداری می‌شوم که برای رسیدن به پیروزی گرایش بشرستیزانه نسبت به خشونت اتخاذ خواهد کرد و همین گرایش هویت و نفس طغیان را نفی خواهد کرد. توضیح بیشتر این تناقض این است که اگر وحدت جهان نمیتواند از آسمان نازل شود، انسان باید آن را در محدوده خود بنا کند، یعنی در تاریخ در غیاب ارزشی که آن را دگرگون کند تحت نظارت قانون مصلحت قرار دارد. ماتریالیسم تاریخی موجبیت خشونت نفی هر گونه آزادی که با مصلحت نخواند و نفی جهان خاموش دلاوری همه فرزندان خلف فلسفه تاریخ محض هستند. در دنیای امروز فقط فلسفه محض میتواند عدم خشونت را توجیه کند. این فلسفه به پرستش مطلق تاریخ اعتراض خواهد کرد که تاریخ آفریننده است نه آفریننده و درباره موقعیت تاریخی خواهد پرسید که این موقعیت از کجا آمده. سرانجام مسئولیت عدالت را به عهده ابدیت خواهد گذارد و در نتیجه بیداد را تایید خواهد کرد. پس پاسخهای آن به نوبه خود بر ایمان پای خواهند فشرد. اعتراض به شر و معمای ابدیتی قادر و بدخواه یا نیکخواه و سترون به میان خواهد آمد و دوراهی لطف و تاریخ ابدیت یا شمشیر بر جای خواهد ماند. پس روش طاغی چه باید باشد؟ او نمیتواند بیان که اصل طغیان خویش را انکار کند از جهان و تاریخ روی برگرداند و نیز نمیتواند بیان که به تعبیری تسلیم شرارت شود زندگی جاوید را برگزیند. فی‌المثل اگر مسیحی نباشیم باید سرانجام تاریخی را پذیرا شود، اما در صورتی که آدمکش لازمه تاریخ باشد پذیرش سرانجام تلخ یعنی گزینش مطلق تاریخ و آدمکشی و پذیرش توجیه آدمکشی باز نفی ریشه های طاغی است. اگر طاغی هیچ چیز را برنگزیند سکوت و بردگی دیگران را برگزیده است. اگر در نومیدی بگوید که نه ابدیت را قبول دارد و نه تاریخ را به آزادی مطلق گواهی داده است، یعنی به هیچ. در این دوره تاریخی و در این موقعیت ناممکنی که طاغی خود را در آن می‌یابد، از آنجا که قادر به تصدیق انگیزه‌ای برتر که مرزهایش در شرارت نباشد نیست، ظاهراً معمای او همان گونه دوراهی سکوت یا آدمکشی یا در هر صورت تسلیم خواهد بود. و تضاد عدالت و آزادی نیز همین گونه است. این دو خواسته در آغاز حرکت طغیان جای دارند و باز در نخستین حرکت انقلاب باید سراغشان را گرفت. تاریخ انقلاب ها نشان می‌دهد که این دو تقریباً همواره چنان با هم برخورد پیدا می‌کنند که گویی با هم آشتی ناپذیر بودند. آزادی مطلق یعنی حق قوی ترین کس به حکومت
بنابراین این آزادی به تضادی که بیدادگری از آن سود میبرد تداوم میبخشد. عدالت مطلق با سرکوبی همه تضادها فرادست میآید. بنابراین آزادی را نابود میسازد. انقلاب برای رسیدن به عدالت از طریق آزادی با سفارایی عدالت و آزادی در برابر هم پایان میگیرد. بدینسان در هر انقلابی آنگاه که طبقه‌ای که تا زمان انقلاب حاکم بوده ساقط می‌شود، مرحله‌ای وجود دارد که در آن خود انقلاب به جنبشی طغیانی جا می‌دهد که مرزهایش را تعیین می‌کند و احتمال‌های شکست آن را اعلام می‌دارد. انقلاب نخست می‌خواهد روح طغیان را که زاینده انقلاب بوده دست‌سازی کند. سپس ناچار از نفی آن می‌شود، زیرا نیکتر از آن است که خود را تصدیق کند. ظاهراً تضادی آشتی ناپذیر میان جنبش طغیان و رسیدن به انقلاب وجود دارد، اما این تضادها تنها در امر مطلق وجود دارند. آنها یک دنیا و یک روش تفکر را بدون طرح پیشین مسلم فرض می‌کنند. در واقع هیچ آشتی ممکنی میان خدایی که به کلی جدا از تاریخ و تاریخی خالی از خدا وجود ندارد، نمایندگان این دو در زمین به راستی روکی و کمند. اما تفاوت میان این دو، آنگونه که گفته شده، تفاوت میان صفای نامؤثر و مصلحت نیست. روکی تنها بیفایدگی رویگردانی از جهان و کمیر بیفایدگی ویرانگری را برمی‌گزینند، چون هر دوی اینان منکران ارزش آشتی دهنده‌ای هستند که طغیان آشکارش می‌کند. تنها دو شکل ناتوانی را به دست می‌دهند که هر دو به یک اندازه از واقعیت بدورند: ناتوانی نیکی و ناتوانی شر. در واقع اگر نادیده انگاشتن تاریخ به انکار واقعیت نینجامد، باز هم آدمی را چنان از واقعیت جدا می کند که تاریخ را مطلقی یک سره خود بسنده تلقی کند. انقلاب سده 20 معتقد است که می تواند با نشاندن تاریخ به جای ابدیت از نیست انگاری اجتناب کند و به طغیان راستین وفادار بماند. در واقع این به اولی قوت می بخشد و به دومی خیانت می‌کند. تاریخ در شکل محض خود هیچ ارزشی را به نفس خویش به دست نمی‌دهد. بنابراین آدمی یا باید با اصول مصلحت فوری زندگی کند یا سکوت کند و دروغ بگوید. خشونت نظام یافته یا سکوت تحمیلی، خودخواهی یا دروغ پردازی هماهنگ به قاعده گریز ناپذیر بدل می شود. پس تفکر مطلقاً تاریخی نیست انگارانه است. این تفکر شرارت تاریخ را با دل و جان می‌پذیرد و به همین دلیل دشمن طغیان است. تصدیق خردمندی مطلق تاریخ از سوی این تفکر هیچ فایده‌ای ندارد، زیرا خرد تاریخ جز در پایان تاریخ تحقق نخواهد یافت و معنی یا ارزش کامل خود را نخواهد داشت. در عین حال باید دست به عمل زد و بدون قاعده اخلاقی هم باید دست به عمل زد تا حکومت نهایی روزی تحقق پذیرد و شرستیزی در مقام یک روش سیامی تنها به عنوان عملکرد تفکر مطلقه، یعنی نیست انگاری مطلق از یک سو و خردگرایی مطلق از سوی دیگر منطقی است. در نتیجه این دو گرایش هیچ تفاوتی وجود ندارد. هر یک از این دو که پذیرفته شود زمین به برهوت تبدیل می شود. مطلق تاریخ ناب حتی قابل درک نیست. تفکر یاسپرس در بنیادهای خویش بر عدم امکان احاطه انسان بر تمامیت پای می فشارد، زیرا انسان در دل این تمامیت به سر میبرد. تاریخ به هیئت یک تمامیت تنها میتواند در دید ناظری بیرون از آن و بیرون از جهان وجود داشته باشد. در تحلیل نهایی تاریخ فقط برای خدا وجود دارد. پس عمل بر طبق طرح‌های در برگیرنده تمامیت تاریخ جهانی ناممکن است. بنابراین هیچ بلندپروازی تاریخی نمیتواند چیزی جز ماجرای کم و بیش معقول یا موجه باشد. بلندپروازی تاریخی در درجه نخست دل به دریا زدن یا خطر کردنی است و از آنجا که چنین است نمیتواند برای توجیه هیچ زیاده‌روی یا وضعیت بی‌رحمانه یا مطلقه‌ای به کار رود. از سوی دیگر اگر طغیان میتوانست فلسفه‌ای بنیان نهد، آن فلسفه مرزها، نادانستگی‌ها حساب شده و دل به دریا زدن می بود. آن کس که همه چیز را نمیشناسد نمیتواند همه چیز را نابود کند. طاغی نه تنها از تاریخ مطلق نمیسازد، بلکه به پشتوانه مفهومی که از طبیعت خویش میشناسد آن را انکار میکند و با آن به مناقشه برمیخیزد. او وضعیت خود را قبول ندارد و وضعیت او به حد زیادی تاریخی است. بیدادگری تیز رفتاری زمان و مرگ همه در تاریخ آشکار میشوند. تاریخ
در نفی همینها نفی می شود. به احتمال بسیار طاغی تاریخی را که احاطه‌اش کرده نفی نمی کند. او در شرایط این تاریخ به اثبات خود می کوشد. اما در رویی با آن او احساس هنرمند را در رویی با واقعیت دارد. آن را رد می کند بیان که از آن بگریزد. او هرگز به آفریدن یک تاریخ مطلق موفق نشده است. هرچند که ممکن است به اجبار رویدادها در جنایت تاریخ سهیم شود، الزاما آن را توجیه نمی کند. جنایت تعقلی نه تنها نمی تواند در محدوده طغیان پذیرفته شود، بلکه نشانه مرگ طغیان است. جنایت تعقلی برای اینکه این دلیل را مقنع‌تر سازد، در درجه نخست خود را بر طاغیانی اعمال می کند که شورش آنان با تاریخی که از آن به بعد پرستیده خواهد شد ناسازگار است. آن فریبکاری که ویژگی ذهنیتی است که خود امروز را انقلابی جلوه می دهد، فریبکاری بورژوایی را در خود خلاصه می کند و بر آن می افزاید. این فریبکاری وعده عدالت مطلق می دهد و پذیرش بیدادگری همیشگی، سازشکاری نامحدود و خاری و خفت را تأمین می کند. طغیان تنها آرزومند امر نسبی است و تنها می تواند وعده شرفی حتمی به همراه عدالتی نسبی را بدهد. طغیان مرزی را که یگانگی انسان در آن برقرار می گردد فرض می گیرد. دنیای طغیان دنیای ارزش‌های نسبی است. طغیان به جای اینکه با هگل و مارکس هم صدا شود و بگوید که همه چیز ضروری است، میگوید که همه چیز ممکن است و در نقطه‌ای در دور در این مرزها امر ممکن ارزش فداکاری نهایی را پیدا می کند. طغیان در حد فاصله میان ابدیت و تاریخ، جوکی و کمیر، کوره راهی باز می کند که ممکن است تناقض‌هایی در آن وجود داشته باشد و گسترش یابد. به دو تناقض که به عنوان مثال ذکر شده است توجه کنید. نخست، عمل انقلابی که می‌خواهد در ارتباط با سرچشمه‌های خویش منسجم باشد. باید در رضایت بالفعل به امر نسبی تجسم یابد. باید وفاداری خود را به وضعیت انسانی نشان دهد. باید همانقدر که در مورد ابزارهای خویش سازش ناپذیر است، در مورد هدفهای خود تقریب را بپذیرد و برای اینکه این تقریب هرچه دقیق‌تر تعریف شود، باید خواهان آزادی مطلق گفتار باشد. بدینسان خواهد توانست آن وجود مشترکی را که توجیهگر شورش آن است حفظ کند. به ویژه باید حق مطلق امکان دائمی بیان تفکر را محافظت نماید. این امر شیوه کردار ویژه‌ای را نسبت به عدالت و آزادی تعریف می‌کند. عدالت در جامعه‌ای که حقوق طبیعی یا مدنی در بنیادهای آن جای نگرفته باشد وجود ندارد. حقوق بدون تبیین حقوق وجود ندارد. اگر حقوق تبیین شود، احتمال اینکه دیر یا زود آن عدالتی که آن حقوق بدان نظر دارد وارد جهان شود وجود خواهد داشت. برای فتح وجود باید از همان میزان اندک وجود که در خود میابیم آغاز کنیم، نه اینکه آن را از همان ابتدا انکار کنیم. خاموش کردن صدای تبیین حقوق تا وقتی که عدالت مستقر نشده، یعنی خاموش کردن این صدا برای همیشه. زیرا اگر عدالت برای ابد حاکم باشد، این صدا دیگر فرصت برآمدن نخواهد داشت. بدینسان ما بار دیگر عدالت را به دست آنانی که به تنهایی توانایی رساندن صدای خود را دارند می‌سپاریم، یعنی صاحبان قدرت. صداهایی که عدالت و امکان وجودی که از سوی صاحبان قدرت توزیع شده، گونه‌ای لطف و بزرگواری تلقی شده است. کشتن آزادی برای برقراری حکومت عدالت به همان جایی میرسد که احیای فکر لطف بدون دخالت خدا و بازگشت به شریرانه‌ترین عناصر رازنگاری از راه واکنش‌های فریبکارانه. حتی آنگاه که عدالت تحقق نیافته، آزادی نیروی اعتراض را محافظت و اعتبار انسانی را تضمین می‌کند. عدالت در جهانی خاموش، عدالت به بردگی کشیده شده و گنگ، همدستی متقابل را از میان می‌برد و سرانجام دیگر عدالت نخواهد بود. انقلاب سده 20 به دلیل آرزوهای بلند پروازانه خود در مورد فتح خودسرانه دو آرمان جدایی ناپذیر را از هم جدا ساخته است. آزادی مطلق عدالت را به ریشخند می‌گیرد و عدالت مطلق آزادی را انکار می‌کند. این دو آرمان چون بخواهند پرثمر باشند، باید مرز خود را در یکدیگر بیابند. هیچ انسانی وضعیت خود را از آزادی تلقی نخواهد کرد مگر اینکه آن وضعیت در عین حال عادلانه هم باشد و وضعیت خود را عادلانه تلقی نخواهد کرد مگر اینکه آزاد باشد.
آزادی دقیقاً بدون اختیار گفتن اینکه چه چیز عادلانه و چه چیز بیدادگرانه است و به نام بخش کوچکی از وجود که از مردن می‌پرهیزد مدعی تمامی وجود شدن است. حتی نمی‌تواند تصور شود. در احیای آزادگی عدالتی هست، هرچند گونه بسیار متفاوتی از آزادی که یگانه ارزش جاوید تاریخ است. آدمیان هرگز خواهان مردن نیستند جز به خاطر آزادی. پس به مرگ کامل باور ندارند. دوم، همین استدلال را میتوان درباره خشونت و عدم خشونت به کار بست. عدم خشونت محض بنیان منفی بردگی و اعمال خشونت بار آن است. خشونت برنامه‌ای اثباتاً اشتراک زندگان و وجودی را که ما از آن اخذ می‌کنیم از میان میبرد. این دو مفهوم یعنی خشونت و عدم خشونت برای اینکه پربار باشند باید مرزهای خود را تعیین کنند. تاریخ چون مطلق به شمار آید، خشونت در آن مشروع می شود و در مقام دل به دریا زدنی نسبی سبب قطع ارتباط می گردد. پس به نظر تاقی خشونت باید ویژگی موقتی گستاخی خود را حفظ کند و همواره چون ناگزیر گردد وابسته مسئولیت شخصی و دل به دریا زدنی بیدرنگ باشد. خشونت برنامه بخشی از نظم اشیاست و به تعبیری امری آرامش بخش. فایر پرینسیپ یا خرد تاریخی هر نظامی که برقرار کننده آن باشد بر جهان اشیا حاکمند، نه بر جهان انسانها. درست همان گونه که تاقی آدمکشی را مرزی می‌شناسد که باید اگر ناگزیر گردد آن را با مرگ خویش شایسته پذیرش سازد. خشونت هم تنها می‌تواند نهایتی باشد که با شکل‌گیری دیگری از خشونت می‌ستیزد. مانند آنچه که در یک شورش روی می‌دهد. اگر زیاده روی در بیداد شورشی را ناگزیر سازد، تاقی خشونت را در خدمت به یک آموزه یا تعقل یک دولت از پیش محکوم می‌کند. هر بحران تاریخی در نهادهایی پایان می‌گیرد. در صورتی که ما هیچ اختیاری بر این نهادها نداشته باشیم، دست کم می‌توانیم آنها را تعریف کنیم و آنهایی را که به خاطرشان خواهیم جنگید و در نتیجه تلاش‌های خود را متوجه برقراری آنها خواهیم کرد برگزینیم. اعمال معتبر طغیان تنها پذیرای دست به اسلحه بردن به خاطر برقراری نهادهایی است که خشونت را محدود می‌کنند، نه به خاطر آنهایی که خشونت را به قانون بدل می‌سازند. انقلاب در صورتی ارزش مردن را دارد که بیدرنگ کیفر اعدام را لغو کند. در صورتی که ارزش آن را دارد که به خاطرش به زندان برویم که بدانیم از صدور احکام محکومیت بدون شرایط ثابت و معین خودداری خواهد کرد. اگر خشونت طاغیانه خود را وقف برقراری نهادها کند و هدفهای خود را هر چند بار که امکان دارد اعلام دارد، این یگانه راهی است که خشونت میتواند به راستی موقتی باشد. در صورتی که هدف از نظر تاریخی مطلق باشد و در صورتی که تحقق آن حتمی تلقی گردد، پیشرفتن تا حد فدا کردن دیگران ممکن خواهد شد. اگر چنین نباشد، تنها خود را میتوان قربانی کرد، آن هم در مخاطرات مبارزه‌ای بر شرف مرگ. آیا هدف وسایل را توجیه می‌کند؟ شاید. اما چه چیزی هدف را توجیه خواهد کرد؟ تفکر تاریخی پاسخ این پرسش را معلق می‌گذارد، اما طغیان پاسخ می‌دهد. وسایل. چنین روشی در سیاست چه معنایی دارد و بیش از همه آیا مؤثر است؟ باید بیدرنگ پاسخ دهیم که امروز این یگانه روش مؤثر است. تأثیر دوگونه است: تأثیر طوفان و تأثیر شبنم. مطلق انگاری تاریخی مؤثر نیست. کارآمد است. قدرت را قبضه کرده و نگاه داشته، اما به محض رسیدن به قدرت یگانه واقعیت آفریننده را از میان میبرد. کردار سازش ناپذیر و محدود که از طغیان نتیجه می شود، از واقعیت دفاع می کند و تنها می کوشد آن را هرچه بیشتر گسترش دهد. نگفتند که این کردار نمی تواند پیروز شود، گفتند که در خطر پیروز نشدن و جان دادن است. اما انقلاب یا همین خطر را خواهد کرد یا اعتراف خواهد کرد که این خطر کردن وظیفه گروه نوین بردهداران است، که به همین دلیل که گروه پیشین بردهداران شایسته کیفر بودند، شایسته کیفرند. انقلابی که از افتخار جدا شده باشد به سرچشمه‌های خود که متعلق به دیار افتخار است خیانت می‌کند. در هر مورد گزینش‌های آن محدود است و به مصلحت مادی و انهدام نهایی و یا دل به دریا زدن و آفرینندگی. انقلابیون گذشته با تمام شتابی که می‌توانستند پیش می‌رفتند و خوشبینیشان کامل بود، اما امروز روح انقلابی از معرفت و روشنبینی بیشتری برخوردار است و 150 سال تجربه به پشت سر دارد. به علاوه انقلاب توهم خود را که انقلاب یک تعطیلی همگانی است از دست نهاده. انقلاب محاسبه
عظیم است، مطلقاً وابسته به خود، که تمامی جهان را در بر میگیرد. انقلاب میداند هرچند که همواره آن را به زبان نمیآورد که یا جهانی خواهد بود یا اصلا نخواهد بود. اقبالهای آن معادل یا خطر جنگ جهانی است که حتی در صورت پیروزی در آن چیزی جز امپراتوری ویرانه ها به دست نخواهد آورد. انقلاب میتواند به نیستنگاری خود وفادار باشد و خرد نهایی تاریخ را در سردخانه ها تجسم بخشد. آنگاه رد همه چیز جز آن موسیقی صامتی که بار دیگر دوزخ خاکی را دگرگون خواهد کرد ضروری خواهد بود. اما روح انقلابی در اروپا میتواند برای نخستین و واپسین بار بر اصول خود تأمل کند. از خویش بپرسد که کدام انحراف آن را از مسیرش به درون ترور و جنگ میکشاند و ایمان خویش را به خود به همراه دلایل طغیان خویش بار دیگر کشف کند. خطاهای انقلاب معاصر بیش از هر چیز در بیخبری یا بدفهمیدن دائم آن محدودیتی که از طبیعت انسانی جدایی ناپذیر می‌نماید و طغیان به دقت آشکارش می‌کند نهفته است. فکر نیست انگارانه به دلیل اینکه این مرز را نادیده می‌انگارد کارش به رها کردن خود در حرکت شتابان می‌کشد. دیگر هیچ چیز آن در مسیرش از حرکت باز نمی‌دارد تا آنکه به نقطه توجیه ویرانی تام و تمام یا فتح نامحدود برسد. ما در پایان این سیر طولانی در طغیان و نیستنگاری می‌بینیم که طغیانی که هیچ مرز دیگری جز مصلحت تاریخی را نشناسد، یعنی بردگی نامحدود. ذهن انقلابی اگر بخواهد از این سرنوشت بگریزد و زنده بماند، باید بر سرچشمه‌های طغیان بازگردد و از یگانه نظام فکری که مرزهای اخلاقی را به رسمیت می‌شناسد، یا اگر مرز مکشوفه طغیان همه چیز را دگر بزد. طغیان در تاریخ و در روانشناسی آونگ ناموزونی است که در قوسی ناکامل نوسان می‌کند، زیرا در کنکاش کاملترین و ژرف‌ترین آهنگ خویش است، اما ناموزونی آن تام و تمام نیست، بر گرد محوری می‌گردد. طغیان ضمن که بر طبیعت مشترک همه آدمیان تاکید می‌کند، معیار و مرزی را که گوهر این طبیعت است باز می‌شناسد. امروز هر تفکری چه نیستنگارانه و چه اثباتگرا بیان که خود بداند معیارهایی به دست می‌دهد که علم آنها را تایید می‌کند. نظریه کوانتوم نسبیت و عدم قطعیت دنیایی را آشکار می‌کند که هیچ واقعیت تعریف پذیری ندارد جز در مقیاس متوسطی که از آن ما آدمیان است. ایدئولوژی‌هایی که دنیای ما را هدایت می‌کند در زمان کشف‌های علمی مطلق در مقیاس بزرگزاده شده‌اند. از سوی دیگر معرف واقعی ما تنها نظام فکری را توجیه می‌کند که مبتنی بر بزرگی نسبی باشد. لازار بیلکل میگوید هوش عبارت است از آن توانایی ذهنی ما که به یاری آنچه را که فکر می‌کنیم به نهایتش نرسانیم، آنگونه که بتوانیم هنوز به واقعیت باور داشته باشیم. تفکر تقریبی یگانه آفریننده واقعیت است. نیروهای ماده خود در حرکت کور خویش محدودیت‌های خود را اعمال می‌کنند. به همین دلیل تلاش برای وارونه کردن پیشرفت تکنولوژی بیفایده است. عصر دوک نخریسی به سر آمده و رویای تمدنی متشکل از پیشاوران بیهوده است. ماشین تنها به آن صورتی که اکنون به کار گرفته می شود بد است. اگر زیانهای آن را رد کنیم، باید منافع آن را بپذیریم. کامیونی که شب و روز رانده می شود راننده خود را از همه اجزای آن را می شناسد و با محبت و کارایی با آن رفتار می کند، خار نمی دارد. زیاده‌روی واقعی و غیر انسانی در تقسیم کار نهفته است، اما به نیروی همین زیاده‌روی هم روزی خواهد آمد که ماشینی با توانایی انجام 100 کار تحت نظارت یک انسان یک شیء را بسازد. همین انسان در مقیاس متفاوت تا حدود آن قدرت آفرینشی را که روزگاری در عصر پیشوران داشت کشف خواهد کرد. آنگاه تولید کننده بینام و نشان و آفریننده نزدیکتر خواهد شد. طبعا اطمینانی در میان نیست که زیاده‌روی صنعتی بیدرنگ چنین مسیری را برگزیند. اما صنعت از همکنون با شیوه‌های خود ضرورت میانه روی را نشان می‌دهد و سبب چاره‌اندیشی‌هایی در مورد راه درست سازماندهی به این نیاز می‌شود. یا این ارزش محدودیت شناخته خواهد شد و یا زیاده‌روی‌های این عصر اصول آرامش خود را در نابودی جهانی باز خواهد یافت. همین قانون میانه روی تمامی تناقض‌های تفکر طاغیانه را در بر می‌گیرد. امر واقعی یکسر معقول نیست و امر معقول یکسر واقعی نیست. همانگونه که در ارتباط با سورئالیسم دیدیم،
امید به وحدت تنها خواهان این نیست که همه چیز معقول باشد. این امید همچنین می‌خواهد امر نامعقول قربانی نشود. نمی‌توان گفت که هیچ چیز معنا ندارد، زیرا با این کار ارزشی از یک سو عقیده‌ای تایید می‌گردد، اظهار می‌شود و نمی‌توان گفت که همه چیز معنا دارد. زیرا واژه همه چیز به نظر ما معنایی ندارد. اثر نامعقول محدودیت‌هایی بر امر معقول اعمال می‌کند که به نوبه خود به آن میانه روی می‌بخشد. بالاخره چیزی معنایی دارد. ما باید آن را از میان بی‌معنایی به چنگ آوریم. به همین قیاس نمی‌توان گفت که وجود تنها در محدوده گوهر روی می‌دهد. در کجای دیگر جز وجود و تحول می‌توان گوهر را درک کرد؟ این را هم نمی‌شود گفت که موجود تنها عبارت از وجود است. چیزی که همواره در روند تحول باشد نمی‌تواند وجود داشته باشد. باید آغازی در کار باشد. موجود تنها می‌تواند خود را در تحول ثابت کند و تحول بدون موجود هیچ نیست. جهان در وضعیت ثابت محض نیست. حرکت هم هست. جهان هم حرکت است، هم ثبات. مثلا دیالکتیک تاریخی در تغییر دائمی یک ارزش ناشناخته نیست، بلکه برگرد مرزی که نخستین ارزش آن است دور می‌زند. حتی هراکلیتوس واضع اصل دگرگونی دائمی اشیا برای این روند جاوید حدی قائل شده. مظهر این حد نمزیس، الهه میانه روی و دشمن آشتی ناپذیر زیاده روی است. آن روند فکری که بخواهد تناقض‌های معاصر طغیان را به حساب آورد باید از این الهه الهام گیرد. نظریست اساطیر یونان تجسم انتقامجویی خدایان از آنان که اصول مقدس را زیر پا می‌گذارند. ادامه. درباره تناقض‌های اخلاقی هم باید گفت این تناقض‌ها نیز در پرتو همین ارزش آشتیجو رفته رفته قابل حل می‌شوند. تقوا بی آنکه یکی از اصول شرارت شود نمی‌تواند خود را از واقعیت جدا سازد و بدون نفی خویش نمی‌تواند یکسره با واقعیت یکی شود. آن ارزش اخلاقی که طغیان به میانش می‌کشد بیش از آنکه تاریخی و زندگی از آن بترسند از تاریخ و زندگی برتر نیست. در حقیقت طغیان هیچ واقعیتی را در تاریخ مسلم نمی‌گیرد جز آنچه که انسان زندگی خود را برای آن می‌دهد یا خود را یکسره وقف آن می‌کند. تمدن ژاکوبن و بورژوا چنین فرض می‌کند که ارزش‌ها بر فراز تاریخ جای دارند و تقواهای شکلی این تمدن بنیاد فریبکاری نفرت‌انگیزی را می‌نهند. انقلاب سده 20 چنین حکم می‌دهد که ارزش‌ها با حرکت تاریخ درآمیخته‌اند و بنیادهای تاریخی اینان شکل تازه‌ای از فریبکاری را توجیه می‌کند. میانه روی در برخورد با این بی‌توازنی به ما می‌آموزد که دست کم مقداری واقع‌گرایی برای هر چند پند اخلاقی ضروری است. تقوای دست نخورده محض و صادقانه است. به همین دلیل جانم و آب کشیدن انسان دوستانه به اندازه ریاکارانه و بشرستیزانه بی‌بنیاد است. آنان نیز یکسره گناهکار نیستند، زیرا او تاریخ را آغاز نکرده و یکسره بیگناه هم نیستند، زیرا تاریخ را تداوم می‌دهند. آنان که از این مرز می‌گذرند و بیگناهی تام و تمام انسان را به میان می‌کشند، از جنون مجرمیت نامحدود سر در می‌آورند. برعکس، طغیان ما را در مسیر مجرمیت حساب شده قرار می‌دهد. در تحلیل نهایی یگانه امید شکست ناپذیر طغیان در آدمکشان بیگناه تجسم می‌یابد. در این مرز ما هستیم. به گونه‌ای متناقض شکل نوین فرد انگاری را تعریف می‌کند. ما در شرایط تاریخ هستیم و تاریخ باید بر روی این ما هستیم حساب کند و ما هستیم باید به نوبه خود جای خود را در تاریخ حفظ کند. من نیازمند دیگرانی هستم که به من و به یکدیگر نیاز دارند. تراکنش جمعی هر شکلی از جامعه انضباطی دارد و فرد بدون این انضباط غریبه است که زیر بار این تجسم دشمن خو کمر خم کرده است. اما جامعه و انضباط اگر این ما هستیم را نفی کند جهت خود را گم خواهد کرد. من به تعبیری به تنهایی از شرف مشترکی که نمیتوانم اجازه دهم که خود بچه دیگران آن را نفی کنند پشتیبانی میکنم. این فردانگاری به هیچ روی امر راحت بخشی نیست. عارضه دائمی است و گاه یعنی موقعی که به اوج همدردی دلاورانه میرسد شادمانی بیمانند است. برای دریافتن اینکه چنین روشی میتواند در دنیای معاصر نمودی سیاسی پیدا کند یا نه، میتوان به عنوان یک نمونه به آنچه اتحادیه‌های انقلابی نام گرفته اشاره کرد. آیا نمیتوان گفت که حتی در این اتحادیه‌ها هم نامؤثرند؟
پاسخ ساده است. همین جنبش به تنهایی ساعات کار کارگران را در مدت 1 سده از 16 ساعت در روز به 40 ساعت در هفته رسانده است. امپراتوری ایدئولوژیک سوسیالیسم را در راهی که پیموده بود واپس رانده و بخش بزرگی از دستاوردهای اتحادیه‌های انقلابی را از میان برده است. به این دلیل که اتحادیه‌ها بر مبنای ملموس پدید آمدند، یعنی مبنای استخدام حرفه‌ای که برای نظم اقتصادی همان معنایی را دارد که توده‌ها برای نظم سیاسی. استخدام حرفه‌ای در حکم همان سلول زنده‌ای است که موجود جاندار خود را بر آن بنا می‌کند، در حالی که انقلاب سزاری با آموزه آغاز می‌کند و واقعیت را به زور به آن وارد می‌سازد. اتحادیه کارگری همچون توده‌ها همانا نفی تمرکزگرایی تجریدی و دیوان سالاری به سود واقعیت است. انقلاب سده 20 مدعی است این بنیادها خود را در اقتصاد می‌جویند، حالانکه در درجه نخست سیاسی و ایدئولوژیک است. این انقلاب نمی‌تواند به حکم کارکرد خویش از به کار بردن ترور و خشونت نسبت به واقعیت پرهیز کند. این انقلاب به رغم وانمودهایش در مطلق آغاز می‌شود و می‌کوشد واقعیت را دگرگون سازد. برعکس، طغیان در مبارزه دائمی خویش برای رسیدن به حقیقت به واقعیت متکی است. اولی می‌کوشد خود را از بالا به پایین تحقیق دهد، دومی از پایین به بالا. طغیان نه تنها یکی از اشکال خیال‌پرستی نیست، بلکه از واقع گرایی راستین پشتیبانی می‌کند. اگر انقلاب را طلب کند، آن را از جانب زندگی نه در رد آن طلب می‌کند. به همین دلیل در درجه نخست بر ملموس‌ترین واقعیت‌ها، یعنی آنجا که قلب جاندار اشیا و انسان‌ها را باید جست اتکا می‌کند، یعنی شغل و روستا. سیاست برای برآوردن خواسته‌های طغیان باید به حتمیات ابدی تسلیم شود و چون بخواهد تاریخ را به پیشرفت وادارد و از شدت رنج‌های آدمی بکاهد، این کار را بدون ترور، هرچند با خشونت، ولی به هر حال در شرایط سیاسی یکسره متفاوتی خواهد کرد. اما این مثال از آنچه به نظر می‌آید پیشتر می‌رود، تفکر انقلابی. درست از همان روزی که انقلاب سزاری بر سندیکالیست و سوسیالیسم آزاد پیروز شد، پارسنگی را در خویش از دست داد که نمیتواند بدون فساد از آن خلاص شود. این پارسنگ، این روحی که زندگی را ارزیابی می‌کند، همان است که سنت دیرپایی را جان می‌دهد که می‌توان تفکر تنهایی‌اش خواند و در آن از زمان یونانیان طبیعت همواره در برابر تکامل قرار داده شده است. تاریخ اینترناسیونال اول که چگونگی در افتادن بیوقفه سوسیالیسم آلمانی با تفکر آزادیخواه فرانسوی‌ها، اسپانیایی‌ها و ایتالیایی‌ها است. تاریخ مبارزه ایدئولوژی آلمانی با ذهنیت مدیترانه‌ای است. توده‌ها در برابر دولت، جامعه ملموس در برابر جامعه مطلق، آزادی سنجیده در برابر جباریت تعقلی و فرد انگاری خیراندیشانه در برابر مستعمره کردن توده‌ها. همه اینها تضادهایی هستند که بار دیگر مخالفت بیپایان میان میانه‌روی و تندروی را که از زمان باستان به این طرف به تاریخ غرب جان داده است به نمایش می‌گذارند. تضاد ژرف این سده شاید آن اندازه که میان ایدئولوژی‌های آلمانی، تاریخ و مفاهیم سیاسی مسیحی که خود به مفهومی همداستان ایدئولوژی آلمانی‌اند در جریان نیست که میان رویاهای آلمانی و سنت‌های مدیترانه‌ای، میان خشونت نوجوانی ابدی و قدرت مردانه، میان غم غربتی که از معرفت و تأمل حدت بیشتری یافته و شجاعتی که از تجربه زندگی قوت گرفته و روشنی یافته است، به زبان دیگر میان تاریخ و طبیعت. اما ایدئولوژی آلمانی به این معنا در میراثی سهیم شده است. این ایدئولوژی نقطه کمال 2 سده مبارزه نافرجام علیه طبیعت است. ابتدا به پشتوانه خدایی تاریخی و سپس به پشتوانه خدایی الوهیت یافته. بیگمان مسیحیت نمیتوانست بدون جذب افکار یونانی جامعیت خویش را فرا دست آورد.
اما پس از آنکه کلیسا میراث مدیترانه‌ای خود را برباد داد، بر تاریخ به زیان طبیعت تأکید نهاد. سپس پیروزی گوتها بر رومیان شد و مرزی را در خویش ویران کرد. هرچه بیشتر مدعی قدرت خاکی و پویش تاریخی گردید. گوتها GOTH. آنگاه که طبیعت دیگر موضوع تأمل و تحسین نباشد، دیگر در نظر آنکه می‌خواهد دگرگونش کند چیزی جز دستمایه نخواهد بود. این گونه گرایش‌ها نه مفهوم توسل که می‌توانست قدرت راستین مسیحیت را تشکیل دهد، در عصر نوین به زیان خود مسیحیت و در عصر چرخش ناگزیر رویدادها به پیروزی می‌رسند. در واقع آن خدای کلیسا باید از این جهان تاریخی بیرون رانده شود و ایدئولوژی آلمانی در جایی که عمل دیگر روند کمال یابندگی نیست، بلکه فتح محض در یکی از نمودهای جباریت است، به جهان آید. اما مطلق‌انگاری تاریخی به رغم پیروزی‌هایش همواره با مزاحمت‌های آن خواسته سرکوب نشدنی طبیعت انسانی که مدیترانه که در آن شعور رابطه نزدیکی با انوار کورکننده خورشید دارد، از راز آن پاسداری می‌کند، روبرو بوده است. تفکر طاغیانه یعنی تفکر کمون پاریس یا تفکر اتحادیه‌های انقلابی هرگز از نفی این خواسته در برابر نیست انگاری بورژوایی و سوسیالیسم سزاری باز نمانده است. تفکر اقتدارگرا به یاری سه جنگ و از برکت نابودی فیزیکی نخبگان انقلابی به خفه کردن این سنت آزادی‌خواه موفق شده است. اما این پیروزی بی‌حاصل موقتی است. مبارزه هنوز ادامه دارد. اروپا هرگز خالی از این مبارزه میان نور و ظلمت نبوده است. تنها خود را با ترک مبارزه و پوشاندن روز با شب بی‌اعتبار کرده است. محو این تعادل امروز تلخ‌ترین ثمرات خود را به بار می‌آورد. ما محروم از راه‌های توسل و دور از زیبایی طبیعی بار دیگر در دنیای عهد قدیم هستیم و میان فرعونی بی‌رحم و ملکوتی آشتی ناپذیر دوپاره شده‌ایم. در وضعیت فلاکت مشترک امروز ندایان خواسته ابدی باز هم به گوش می‌رسد. طبیعت باز به جنگ تاریخ می‌رود. طبعا در اینجا مسئله تنفر از چیزی با ستایش تمدنی به زبان دیگر مطرح نیست. مسئله گفتن این است که این روندی تفکری است که دنیا امروز دیگر نمی‌تواند بدون آن مدت زیادی سر کند. بیشک در مردم روس چیزی هست که میتواند قدرت فداکاری را به اروپا بیاموزد و در آمریکا قدرت بیپایانی برای تولید. اما نومدگان به جهان همواره خود را ایستاده بر همان کرانه می‌یابند. مغرورترین اقوام افکنده در بوته بی‌هویت اروپا که از زیبایی و دوستی محروم است، به تدریج جان می‌دهند و این سرنوشت ما مدیترانه‌ای‌ها هم هست. در ژرفای شب اروپا تفکر آفتابی تمدنی با چهره دوگانه در انتظار سحرگاه خویش است. اما از هم‌اکنون مسیر چیره‌دستی راستین را روشن می‌سازد. چیره‌دستی راستین یعنی آفریدن عدالت از تعصب‌های روزگار و در درجه نخست از ژرف‌ترین و بدخیم‌ترین آنها که می‌خواهد آدمی را پس از رهایی از تندروی‌ها با خردی بی‌حاصل خار دارد. این حقیقتی است که تندروی‌ها می‌تواند گونه‌ای تزیین باشد، مانند آنکه تاوان آن را جنون نیچه می‌پردازد. اما آیا این سرمستی روح که بر صحنه فرهنگ ما به نمایش در می‌آید همواره همین جنون تندروی، همین بیخردی تلاش ناممکن است که داغ آن هرگز از پیشانی آن کسی که دست کم یک بار خود را تسلیم آن کرده است پاک نمی‌شود؟ آیا پرومتئوس هرگز این سیمای متعصبانه را متهم کننده را داشته است؟ نه تمدن ما قربانی خودفروشی نوجوانان سالخورده از خوشنودی اذهان بزدل و خبیث از خویش جان به در میبرد. ابلیس هم با خدا مرده است و از خاکستر او شیطانی کینه‌جو برخاسته که حتی هدف تحول خود را فهم نمی کند. در 1953 تندروی همواره تسلاست و گاه تفنن یک عمر. از سوی دیگر میانه‌روی چیزی نیست جز تنش ناب. بیگمان او لبخند میزند
و مصروعان روزگار ما که وقف مکاشفه های استادانه شدند از او نفرت دارند. اما لبخنده او در نقطه اوج تلاشی بی پایان می درخشد. او در ذات خود سرچشمه‌های مکمل نیروست. چرا این اروپایی‌های بی‌مغز که چهره‌ای چنین آزمند نشان ما می‌دهند، اکنون که دیگر توان لبخند ندارند، مدعی‌اند که تشنج‌های مأیوسانه‌شان نمونه بیمانند برتری است. جنون تندروی یا می‌میرد یا میان روی ویژه خود را می‌آفریند. این جنون از آن رو مرگ دیگران را سبب نمی‌شود که برای خود بهانه‌ای بتراشد. این جنون در شدیدترین تظاهرات خیش مرز خود را می‌یابد و مانند کالیایوف که ضرورت افتد خود را قربانی می‌کند. میان روی ضد طغیان نیست. طغیان در ذات خود میان روی است و میان روی را در سراسر تاریخ و آشوب‌های آن طلب می‌کند. از آن دفاع می‌کند و آن را باز می‌آفریند. چگونگی سرچشمه این ارزش این را در برابر ما تدوین می‌کند که تنها تا حدودی نابود شدنی است. میان روی که زاده طغیان است تنها میتواند در کنار طغیان زندگی کند. میان روی تضادی ابدی است که شعور مدام میآفریندش و بر آن چیره میشود. میان روی نه ناممکن پیروز میشود و نه در مغاک. تعادل خود را در میان آنها به دست میآورد. ما هر چه کنیم تندروی همواره جای خود را در دل انسان نگاه خواهد داشت، در همان جایی که تنهایی را باید سراغ کرد. ما همه در درون خود تعبیدگاه‌ها، جنایت‌ها و غارتگری‌هایمان را با خود حمل می‌کنیم. اما وظیفه ما رها کردن آنها در جهان نیست. وظیفه ما جنگیدن با آنها در درون خود و دیگران است. طغیان آن اراده خاکی تسلیم ناپذیری که بارس از آن سخن میگوید هنوز در بنیاد مبارزه است. طغیان این ریشه شکل و سرچشمه زندگی راستین همواره ما را در حرکت‌های وحشی و بیشکل تاریخ بر سر پا نگه داشتند. Abogaboo.com فراسوی نیست انگاری. پس راه کردار و تفکری در محدوده میان روی که آدمی به آن تعلق دارد به روی او گشوده است. هر هدفی که از این بلند پروازانه تر باشد متناقض عذاب در خواهد آمد. مطلق رسیدنی نیست و بیش از همه آن مطلقی که از تاریخ آفریده می شود. سیاست معبد نیست و اگر هست پس چیزی جز تفتیش عقاید نیست. جامعه چگونه یک امر مطلق را تعریف خواهد کرد؟ شاید هر کس از جانب همه در جستجوی این امر مطلق باشد، اما جامعه و سیاست تنها مسئولیت برآوردن نیازهای ضروری افراد را دارند، بدان گونه که هر کس فراغت و آزادی ادامه این جستجوی مشترک را داشته باشد. پس دیگر نمیتوان تاریخ را به عنوان موضوعی برای پرستش عرضه کرد. تاریخ تنها فرصتی است که باید با طغیانی هوشمندانه ثمربخش شود. رنه شار به گونه‌ای تحسین‌انگیز می‌نویسد: دو سر کمان من همانا وسواس برداشت محصول و بی‌تفاوتی نسبت به تاریخ است. اگر تداوم مترادف تداوم برداشت محصول نباشد، پس تاریخ چیزی نیست جز سایه زیان گریزان و بی‌رحم که دیگر انسان در آن سهمی ندارد. آن کس که خود را وقف این تاریخ می‌کند، وقف هیچ کرده و به نوبه خود هیچ می‌شود. اما آن کس که خود را وقف تداوم زندگی خود و خانه ساخته خود و شرف انسانیت می‌کند، خود را وقف زمین کرده و از آن محصولی را برداشت می‌کند که تخم آن را باز می‌کند و بدینسان جهان را پی در پی باز می‌آفریند. آنان که می‌دانند چگونه در وقت مساعد بر تاریخ طغیان کنند، در واقع منافع آنان را برآورده می‌سازند. طغیان علیه تاریخ تنشی بی پایان و آرامش سرمست کننده ای را می‌طلبد که رنه شار هم از آن سخن می‌گوید. اما زندگی حقیقی در دل این دو پارگی حاضر است. زندگی نفس این دو پارگی است. ذهن در پرواز بر فراز این آتشفشان‌های نور است. جنون عدالت است. تخییری آرام میان روی است. واژه‌هایی که در پایان این سیر دراز در طغیان در گوش ما طنین می‌افکنند، هر یک دستورالعمل خوشبینی نیستند که ما هیچ فایده‌ای در نهایت تیره بختیمان برایش سراغ نداریم، جز دو واژه
دلاوری و شعور که در کرانه‌های دریاهای جاوید حتی صفات تقوا را دارند. امروز هیچ یک از اشکال خرد نمی‌توانند مدعی دادن چیزی بیش از این به ما باشند. طغیان به گونه‌ای خستگی ناپذیر با شرارت در می‌افتد و هر بار از شرارت انگیزه تازه‌ای برای خویش می‌سازد. آدمی می‌تواند بر هر چه که باید در خویش سلطه یابد. می‌تواند آنچه را که در جهان شایسته اصلاح است اصلاح کند و پس از آن باز هم کودکان ظالمانه در جامعه‌ای بی‌نقص جان خواهند داد. انسان حتی با عظیمترین تلاش‌های خود تنها خواهد توانست رنج‌های جهان را از نظر عددی کاهش دهد، اما بیدادگری و رنج‌های جهان به جای خواهند ماند و هر اندازه هم که محدود باشند باز هم ناجوانمردانه خواهند بود. فریاد چرای دیمیتری کارامازوف در تمام تاریخ طنین خواهد افکند. هنر و طغیان تنها در روز آخرین مرگ انسان زمین جای خواهند داد. بیگمان در آرزوی شورمندانه آدمیان به وحدت شرارتی هست، اما شرارت دیگری در بن این حرکت سردرگم نهفته است. انسان رو در رو با این شرارت، رو در رو با مرگ، در ژرفای روح خویش فریاد عدالت سر می‌دهد. مسیحیت تاریخی تنها با اعلام سلطنت و سپس زندگی جاوید به همراه التزام ایمان به این اعتراض به شرارت پاسخ داده است. اما رنج امید و ایمان را می‌فرساید و آنگاه تنها و توضیح نشده به جا می‌ماند. توده‌های زحمتکش خسته از رنج و مرگ توده‌های بیخودایند. پس جای ما به ناچار در کنار آنان و بر کنار از آموزگاران کهنه و نو است. مسیحیت تاریخی درمان شرارت و جنایت را که به هر حال در محدوده تاریخ تجربه می‌شوند به پس از تاریخ حواله می‌دهد. ماتریالیسم معاصر نیز بر این باور است که می‌تواند هر پرسشی را پاسخ دهد، اما در مقام برده تاریخ قلمرو جنایت را گسترش می‌دهد و در ضمن آن را جز در آینده بدون توجیه رها می‌کند و این هم باز ایمان می‌طلبد. و هر دو مورد آدمی باید انتظار بکشد و در این میان بیگناهان همچنان جان می‌دهند. برآیند شرارت در این 20 سده در جهان کاهش نیافته است. هیچ بهشتی، نه ملکوتی و نه انقلابی تحقق نیافته است. بیدادگری حتی سزاوارترین بیدادگرها به گونه‌ای بازگشت ناپذیر محکوم رنج‌ها باقی مانده‌اند. سکوت دراز پرومتئوس با گذشت زمان شاهد هیاهو و پشت کردن آدمیان به خود بوده است. او که میان شرارت انسان و شرارت تقدیر، میان ترور و خودسری دو پاره شد، تنها توان طغیان را با خود دارد. طغیان برای نجات آن کس که هنوز ممکن است آدم کش شود، از آدم کشتن بی آنکه تسلیم نخوت کفر ورزی شود. پس در میابیم که طغیان نمیتواند بدون شکل غریبی از عشق وجود داشته باشد. آنان که در ملکوت یا تاریخ آرامشی نمییابند محکومند به اینکه برای خاطر آنانی که چون خودشان نمیتوانند زندگی کنند. برای خاطر خوار شدگان. نابترین شکل جنبش طغیان با این فریاد دلخراش کارامازوف به اوج خود میرسد. اگر همه رستگار نشوند، فایده رستگاری یک تن چیست؟ به همین دلیل زندانیان کاتالوگ در سلولهای زندان اسپانیا امروز از اشاع ربانی خودداری می کنند، زیرا کشیش‌های رژیم آن را در پاره زندانها اجباری کردند. این گواهان تنهای تسلیم به معصومیت، حتی رستگاری را اگر قرار باشد بهایان با بیدادگری و ستم پرداخته شود رد می کنند. این بخشندگی دیوانه‌وار بخشندگی طغیان است که بدون هیچ تردیدی قوت عشق خود را باز می تاباند و بیدادگری را بدون هیچ تردیدی رد می کند. فضیلت آن در این است که محاسبه نمی کند و آنچه را که دارد به زندگی و به انسانهای زنده می دهد. بدینسان است که در دادن هدیه به انسانهایی که خواهند آمد دست و دل باز است. بخشندگی راستین نسبت به آینده در دادن همه چیز خود به اکنون نهفته است. بدینسان طغیان ثابت می کند که نفس جنبش زندگی است و نمی تواند بدون انکار زندگی نفی شود. نابترین فریادهایش در هر مورد وجود را به جهان می آورد. پس طغیان یا عشق و باروری است یا هیچ. انقلابی بی اعتبار، انقلاب حسابگر در برتری دادن خود به مفهوم مجرد انسان بر انسان ساخته از گوشت و خون وجود را هر چند باری که ضروری افتد نفی می کند و نارضایتی ها را
به جای عشق می‌نشاند. طغیان با از یاد بردن سرچشمه‌های خویش به آلوده شدن به نارضایتی تن می‌دهد. زندگی را نفی می‌کند. شتابان به سوی ویرانی می‌رود و طایفه جوجه طغیان شکلک دراری را به راه می‌اندازد که همگیشان جنین بردگانی هستند که خود را در تمامی بازارهای اروپا به هر شکل بردگی که پیش آید برای فروش عرضه می‌کنند. این دیگر نه تکامل است نه طغیان، بلکه کینه، بدخواهی و جباریت است. پس آنگاه که انقلاب به پشتوانه قدرت و تاریخ تبدیل به آدمکشی افراط‌کار و مکانیکی شود، طغیان نوینی به پشتوانه میانه روی و زندگی متولد می‌گردد. ما اکنون در افراط هستیم، اما در پایان این تونل ظلمت ناگزیر نوری خواهد بود. ما این نور را پیش بینی می‌کنیم و برای آمدنش مبارزه خواهیم کرد. همه ما در میان ویرانه‌ها نورزایی را فراسوی مرزهای نیست انگاری تدارک می‌بینیم، اما معدودی از ما این را می‌دانیم. AvageBook.com طغیان بدون ادعای حل همه مسائل دست کم می‌تواند به آن سو برود. از این لحظه نیمروز بر جریان تند تاریخ شناور خواهد شد. سایه‌ها بر گرد شعله‌های بلند دمی در نبردی سخت به خود خواهند پیچید و سپس به ناگزیر ناپدید خواهند شد. و نابینایان که انگشت بر چشمهای خود می‌نهند فریاد برخواهند آورد که این است تاریخ. انسان‌های اروپا که به دست سایه‌ها رها شدند به نقطه ثابت و تابان اکنون پشت کردند. اکنون را به خاطر آینده از دست می‌دهند و سرنوشت آدمی را به خاطر توهم قدرت فلاکت پست کوچه‌ها را به خاطر سراب شهر جاوید و عدالت عادی را به خاطر سرزمین خالی موعود. آنان از آزادی فردی سرخوردند و خواب آزادی غریب نوع را می‌بینند. مرگ فردی را رد می‌کنند و به رنج عظیم همگانی نام جاودانگی می‌دهند. آنان به چیزهایی که در جهان و در انسان وجود دارد باور ندارند. راز اروپا این است که دیگر زندگی را دوست ندارد. مردم نابینای اروپا به این عقیده بیهوده چسبیدند که دوست داشتن یک روز از زندگی به توجیه صدها ستم خواهد انجامید. به همین جهت خواستند که نیکبختی را از جهان ریشه‌کن سازند و آن را به زمانی بس دیرتر حواله دهند. ناشکیبایی در برابر مرزها، رد زندگی دوگانه خویش و سرخوردگی از آدم بودن سرانجام آنها را به تندروی‌های غیر انسانی کشانده است. آنان با انکار شکوه راستین زندگی ناچار از این شدند که همه چیز خود را بر سر برتری خود بگذارند. برای رسیدن به چیزهای بهتر خویشتن را پرستیدند و تیر روزیشان آغاز شد. این خدایان چشمهای خود را بیرون آوردند. کالیایوف و برادرانش در تمامی جهان از پرستیده شدن سر باز می‌زنند، زیرا قدرت نامحدود برای پراکندن مرگ را نمی‌پذیرند. آنان این را برگزیدند و ما این یگانه قاعده اصیل زندگی را امروز همچون عبرتی پیشنهاد می‌کنیم. آموختن اینکه چگونه زندگی کنیم و بمیریم و برای اینکه انسانی باشیم از پرستیده شدن چشم پوشی می‌کنیم. بدینسان طاغیان در این نیم روز تفکر پرستیده شدن را برای آنکه در مبارزات و تقدیر همه آدمیان سهیم شوند رد می‌کنند. ما سرزمین وفادار ایتاکا، تفکر ساده و گستاخ، کردار روشن و بخشندگی انسان فرزانه را برخواهیم گزید. در این پرتو زمین نخستین و واپسین عشق ما خواهد بود. برادران ما در زیر زمین همین آسمان نفس می‌کشند. عدالت چیز زنده است. اکنون آن شادمانی غریبی که به ما یاری می‌کند زندگی کنیم و بمیریم به جهان آمده است و ما دیگر هرگز آن را به تعویق نخواهیم افکند. همان بوسه‌های خار، همان خوردنی‌های تلخ، همان تندباد برخاسته از دریا و همان بامداد کهن بر چهره اندوهگین این زمین تا ابد تازه می‌شوند. ما با این شادمانی و با مبارزه سخت روح زمان خود و اروپا را باز خواهیم یافت.
آنگونه که چیزی را رد نکند. حتی آن نیچه شبحگونه را که 12 سال پس از سقوط خویش همچنان از سوی غرب تصویر ویران شده بلندترین معرفتها و نیست انگاری اروپا خوانده می شود. حتی آن پیامبر عدالت بیبخشایش را که اشتباهی در قطعه بیدینان گورستان گیت لندن خفته است. حتی مومیایی پرستیده شده آن مرد عمل را در تابوت شیشه‌ای. و نه هیچ یک از این چیزهای دیگر که شعور و توان اروپا خستگی ناپذیر نثار غرور عصری زبون کرده است. همه می توانند دیگر بار در کنار شهدای 1905 زندگی کنند. اما به این شرط که دریابند چگونه یکدیگر را اصلاح کنند و بفهمند که در این جهان مرزی هست که همه آنان را محدود می کند. هر یک به دیگری خواهد گفت که او خدا نیست. این پایان خیال پرستی است. اکنون که هر یک از ما باید تیری در چله کمان خود بگذاریم و به این فهرست افزوده شویم برای آنکه به رغم تاریخ و در درون تاریخ آنچه را که امروز از آن تاریخ است، یعنی محصول ترک کشتارها و عشق گذرای زمین را فتح کنیم. در این لحظه که سرانجام انسانی متولد می شود، وقت آن است که عطر خود و خشمهای نوجوانیش را بر او ببخشاییم. کمان خم می شود و چوب ناله می کند. در لحظه ای که تنش به نهایت می رسد، پیکان پاسخ ما در آسمان به پرواز خواهد آمد. خدنگی راست و آزاد. پایان. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avogabooth.com avogabooth.com